تعلمون. پس اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه شاد و خوش و خرم باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این برنامه در خدمت استاد بزرگوار جناب استاد عبدالقدوس دهخان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم و بفرمایید. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. منم خدمت جناب آقای عباسی و همچنین تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت شما و سوالات بینندگان انشاءالله. خواهش میکنم سلامت باشین. شیخ، اولین سوال بیننده در مورد این است که پرسیدن سلام علیکم، پسرم رو ختنه کردم، مهمانی بگیرم اشکال نداره؟ همان گونه که ما در جلسات گذشته این مطلب رو در برخی از سوالات بینندگان مطرح شده بود ما بیان کردیم که ختنه از دیدگاه اسلام یکی از سنت ها و علامت های فطرت و سرشت سلیم و پاک هست. در روایتی که متفق علیه هست بخاری و مسلم آوردند، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل میکنند از رسول الله صلی الله علیه وسلم که ایشان فرمودند که خمس من الفطره، 5 چیز نشانه فطرت پاک و سلیم هستند: الاستحداد و الختان و قص الشارب و نتف الابط و تقلیم الاظافر. این 5 مورد رو رسول الله صلی الله علیه وسلم نشان فطرت سلیم معرفی کردند: گرفتن موی زائد بدن و ختنه و همچنین گرفتن ناخن. و اون گونه که در روایات اومده از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است ختنه کردن یا همچنین ولیمه‌ای که در واقع ایشون اشاره میکنند که بحثمون روی ختنه کردن میت هست و نام گذاشتن میت هست. از نظر شرعی و بر اساس سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این جایش روز هفتم هست و این از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است که حضرت جابر رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حسن و حسین در روز هفتم ولادتشون قربانی کردند، عقیقه کردند و در همون روز ایشونو در واقع ختنه کردند. پس بنابراین ختنه یکی از دستورات اسلام هست و نشان فطرت پاک و سلیم هست. منتها درباره این که آیا همراه با ختنه ولیمه هم وجود داره، یک مهمانی وجود داره، لازم هست که گوسفندی رو ذبح بکنند یا خیر، از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی در این زمینه ثابت نشده. یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه ختنه کردنشون یا به خاطر ختنه یا اینکه دستوری رو داشته باشند که در هنگام ختنه کردن یک حیوانی رو ذبح بکنند. عقیقه وجود داره برای روز هفتم وقتی بله جایش هم روز هفتم هست برای فرزندان. اگر فرزند پسر باشه 2 تا عقیقه و اگر دختر باشه 1 عقیقه کفایت میکنه و بهتر هست که در روز هفتم این حیوانات و عقیقه ذبح بشود. منتها مهمانی گرفتن به عنوان این که این پسر رو ختنه کردن چون این چیزی در شریعت اسلامی به عنوان حکم وجود نداره. گرچه برخی از فقها اینو مستحب دونستند یا احیانا اینو سنت قلمداد کردند، اما از سنت عملی و سنت قولی رسول الله صلی الله علیه و سلم که ذبحی صورت بگیرد، گوسفندی را به عنوان شکرانه ختنه کردن فرزند بگیرند، چون این چیزی در شریعت اسلامی به عنوان یک حکم واجب وجود ندارد. منتها یعنی اصل جوازش بازم باقی است. اگر کسی خودش خواست بدون اینکه الزامی بر سرش باشه میخواست که یک نوع خوشحالی بکند و گوسفندی رو ذبح بکند و دوستان خویشاوندانش رو دعوت بکند، باز هم از نظر شرعی اشکال نداره. اما به عنوان یک حکم واجب که اگر این کار رو نکرد یک حقی رو در واقع ضایع کرده، چون این چیزی در شریعت اسلامی وجود نداره.
بله خیلی ممنون از شما. یعنی حکم این کار نه واجبه نه حتی سنته و فقط یک عادتی که خود شخص اگر میل داره میتونه انجام در حد جواز هست، ممنوعیتی در این زمینه وارد نشده و همون گونه که در موارد دیگر یعنی انسان میتونه دعوتی بگیره مجاز هست، یعنی به مناسبت های دیگر در این مورد هم مجاز هست، یعنی ممنوعیتی وارد نشده. اما این که این رو سنت بدانیم یا واجب بدانیم، یکی از شعائر اسلامی بدانیم، یکی از احکامی که لازم هست اون انجام بدیم، چون این چیزی در این زمین از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل نشده. جزاکم الله خیر شیخ. سوال بعدی بیننده پرسیدن که صدیق هستم از تهران. من یک پسر 5 ساله داشتم، رفت زیر ماشین فوت شد. الان خانومم همش میگه چرا فرستادمش مغازه، اگه نمیرفت این اتفاق نمیافتاد، همش غصه میخوره. آیا از روز اول نوشته شده که زیر ماشین میشه یا ما به فکر بچه نمیافتیم؟ یعنی یک نوع سوال درباره این قضا و قدر و این امور. من تسلیت عرض میکنم به این دوست گرامی و خانوادهشون این ضایعه رو که انشالله الله متعال این ضایعه رو در میزان حسنات شما قرار بدهد و اجر و پاداشی رو که در برابر مصیبت و صبر در هنگام مصیبت الله متعال وعده کرده، انشالله که شما این اجر و پاداش رو به صورت کامل بهره‌مند بشوید از آن و انشالله که الله متعال شما رو نعم البدل عنایت بفرماید. در مورد تقدیر، ما اهل سنت و الجماعت تقدیر را و ایمان به تقدیر، باور به تقدیر را یکی از اصول ایمان خودمون میدونیم و در روایت معروفی هست از حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم که معروف است به حدیث جبرائیل که حضرت جبرائیل علیه السلام اومدن در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم و از ایشون خواستند که ایمان را براشون تعریف بکنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم در تعریف ایمان این جمله رو فرمودن: الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی. و این یکی از مفاد ایمان هست، یکی از اصول ایمان و باور اسلامی این است که ما به قضا و قدر ایمان داشته باشیم، به تقدیر و سرنوشتی که الله متعال برای ما رقم زده. روایتی هست در صحیح مسلم که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که الله متعال تقدیر مخلوقات را، سرنوشت مخلوقات را در واقع 50,000 سال قبل از آفرینش آسمان و زمین نوشته. یعنی آن چیزی که امروزه در دنیا اتفاق میافتد، از آدم گرفته تا خاتم و تا روز قیامت اتفاق میافتد و بعد از قیامت در آخرت اتفاق میافتد، تمام اینها بر اساس تقدیر الله متعال هست. اجل و مرگی رو که الله متعال برای انسان تعیین کرده به هیچ عنوان قابل تقدیم و قابل تأخیر نیست. وقت و زمانش به هیچ عنوان در واقع تغییر پیدا نمی کند. اون گونه که خداوند متعال در قرآن کریم در سوره اعراف این مطلب را اشاره کردند و این گونه فرمودند که فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. وقتی که اجل یک انسانی فرا برسد در واقع نه از اون وقت مشخص جلوتر انسان میمیرد و نه اینکه بعد از آن بمیرد. و در مورد روایاتی که در این زمینه آمده واقعا گسترده و فراوان روایات داریم از رسول الله صلی الله علیه وسلم. به طور مثال از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایتی هست که ایشان میگه روزی ما در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بودیم، ایشان یک مربعی رو کشیدند، با چوب دستی که همراهشون بود بر روی زمین یک شکل مربعی رو کشیدند و در داخل این مربع یک خط مستقیم و راستی رو کشیدند و فرمودند که این چیزی که در وسط هست، این خطی که در وسط میبینی این انسان هست و یک خطی رو از داخل این مربع بیرون کشیدند که کاملا بیرون اومده بود. گفتند که این خطی که در داخل این مربع هست این انسانه و این مربعی که شما در اینجا مشاهده میکنید این در واقع اجل انسان هست، یعنی محدود از هر طرف انسان رو فرا گرفته و این خطی که از این دایره بیرون زده و ادامه داره این امید و حرص و رؤیاها و آرزوهای انسان است. پس بنابراین از این روایت هم معلوم می شود که تقدیر رو الله متعال قبلا برای انسانها به صورت کامل مشخص کرده و در تعریف تقدیر ما یک تقدیری داریم که به عنوان تقدیر عمری مشخص است، یعنی تقدیری که علاوه بر اون تقدیری که الله متعال 50,000 سال قبل از خلقت آسمان ها و زمین نوشته، یک تقدیری هست که بسته به خود فرد هست، یعنی مخصوص خود این فرد هست و در روایت اومده که رسول الله صلی الله
الله علیه وسلم که روایت از ابن مسعود هست در صحیح بخاری و مسلم که اطوار و مراحل خلقت انسان رو در واقع توضیح میدهد. در این روایت اومده که بعد از 120 روز زمانی که انسان در شکم مادر هست، بعد از آن روح دمیده می شود و به محض دمیدن روح خداوند متعال یک فرشته رو میفرستد که این فرشته مأمور هست که عمل این انسان را و رزق و روزی این انسان را و اجلش را و سعادت و شقاوتش رو در واقع بنویسد. این تقدیر عمری هست برای هر انسانی، این به صورت جداگانه هست. همون گونه که من قبلا عرض کردم، این گونه نیست که شما تصور بکنید که اگر فرزندتون از منزل خارج نمیشد، اینو برای در واقع سر بقاله نمیفرستادید یا مدرسه نمیرفت، این اتفاق برایش نمیافتاد. و در آیات و روایات در این زمینه کاملا مطالب بسیار واضح و آشکاری وجود داره. به طور مثال در غزوه احد که بسیاری از همراهان رسول الله صلی الله علیه و سلم تعداد 70 نفر از بزرگان و برگزیدگان صحابه به شهادت رسیدن، خداوند متعال نقل کرده گفتار منافقان را که درباره مسلمانان چی میگفتند. بعد از این که مسلمانان شهید شدند، منافقان زبان طعنه رو در واقع شروع کردند و گفتند، این جمله رو خداوند متعال این گونه از زبان اونها نقل میکند که یقولون لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا، اگر اینها نزد ما میموندند به حرف ما گوش میکردند. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلناها هنا، اگر حرف ما رو قبول میکردن، ما در اینجا رأی میداشتیم، ما در اینجا کشته نمیشدیم در این میدان در واقع احد. خداوند متعال در جوابشون میفرماید قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، اگر شما در منزلهای خودتون هم نشسته بودید، اون کسانی که قرار بود در میدان احد بمیرن، اونها ناخودآگاه خودشون به اینجا میرسوندن. یعنی اون جایی که محل قتل هست، محل شهادت هست یا محل وفات انسان هست، به هر بهانه‌ای در واقع انسان به اونجا میرسه. و همچنین در روایات های دیگری داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد این که انسان نباید در مورد اتفاقاتی که میفته این بحث لو را اگر فلان میکردم فلان نمیشد، این بحث رو به صورت کلی بر خودش ببندد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که حضرت ابو هریره در صحیح مسلم روایت کرده میفرماند المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف، مؤمن قوی و استوار نزد الله متعال محبوب تر هست از اون مؤمنی که ضعیف و ناتوان هست. و فی کل خیر، و تمام مؤمنان خیر دارند، به محض این که انسان ایمانی داشته باشد، معتقد باشد، همه این در واقع در خیر و خوبی با همدیگر شریک هستند. در این روایت در ادامه رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه می‌کند احرص علی ما ینفعک، کارهایی رو که میدانید که برای شما مفید هست اون کارها رو انجام بدهید. واستعین بالله ولا تعجز، از الله متعال کمک بگیر و استعانه بکن از الله متعال و عجز و ناتوانی رو پیشه مکن. در ادامه میفرماید و ان اصابک شیء، اگر یک چیزی به شما رسید فلا تقل لو فعلت لکان کذا و کذا، دیگه بعد از اینکه یک مصیبتی برای شما اومده، اتفاق افتاد، نگو اگر من فلان کار رو میکردم فلان و بهمان میشد یا فلان و بهمان در واقع نمیشد. در ادامه روایتون ولکن قل قدر الله و ما شاء فعل، این یعنی تکیه زبان شما این باشه که الله متعال برای من مقدر کرده بود و هر چیزی رو که الله مقدر کرده اون در واقع اتفاق میفته. و در ادامه رسول الله فرمودند که فإن لو تفتح عمل الشیطان، این لو کار شیطان رو در واقع کارهای شیطانی رو دامن میزنه. قطعا این گونه از زمانی که انسان ایمان به تقدیرش در واقع سست باشد، اگر این لیت و لعل و اگرها رو بابش رو در زندگی خودش باز بکند، این وسواس به هیچ عنوان از در واقع از زندگیش بیرون نمی رود تا آخر که زنده است. اگر فلان کار رو نمی کردم این حسرت رو میکنه. اتفاقی که افتاده گذشته و رفته، سخت بوده و یک اتفاق جانکاهی بوده، مصیبت بزرگی بوده، منتها گذشته و رفته، بر اساس تقدیر الله متعال بوده. و جواب این بینندمون این است که تمام اتفاقاتی که نه تنها برای انسان بلکه برای تمام جهان هستی میافتد، از زمان آدم، از زمان خلقت زمین و آسمان تا آخرین لحظه دنیا و در بعد از آخرت، تمام اینها رو الله متعال در لوح محفوظ ثبت کرده. و تمام اتفاقات، حتی افتادن یک برگه از درخت که میافتد، اینم بر اساس اون تقدیری هست و بر اساس اون زمانی هست که الله متعال اینو تعیین کرده. پس تمام اتفاقات خیر و شر از جانب الله متعال هستند و ما باید به الله متعال در این زمینه ایمان داشته باشیم و تقدیری رو که الله متعال برای ما مشخص کرده اونو بپذیریم
میپذیریم و این ایمان به تقدیر سبب میشود که ما مصائب را بهتر بتوانیم تحمل بکنیم، در سختی ها و مشکلات جرأت بیشتری رو داشته باشیم، تحمل ما بیشتر برود، امید ثوابی رو داشته باشیم بیشتر از خداوند متعال و انگیزه و توان و نیروی خودمون رو در واقع با ایمان به تقدیر ما از دست نمیدیم. بله، واقعا یک نوع این ایمان به تقدیر یک نوع آرامشی است برای انسان که بر خارج از این قضیه به دست نمیاد و فقط انسان یک نوع سرزنش برای خود شخص وجود میاد در این قضیه. جزاکم الله خیر شیخ. سوال بعدی بیننده در مورد این است که پرسیدن میخوایم بدانیم که آیا اهل سنت اصلا به مذهب شیعه اعتقاد دارد یا نه و آیا شیعه رو به رسمیت قبول دارد؟ و سوال دیگه هم که بیننده دیگر شکوفه از تهران در همین زمینه ها پرسیدن که در مورد حدیث ثقلین چه نظری داریم؟ بفرمایید. ما اینو بارها اعلام کردیم، نه تنها که اعلام ما باشد بلکه در کتاب‌های روایی ما و اعتقادی ما کاملا این ثبت شده و قرن در قرن این در واقع نقل شده و علما و محدثین این مطلب رو بیان کردند که محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم جزو ایمان ما هست. و اینکه ایشون سوال کردند که اعتقاد ما و نگرش ما به مذهب شیعه چی هست، تمام فرقه هایی که وجود دارند، اعم از شیعه یا غیر شیعه، ام فرقه های اهل سنت و الجماعت باشند یا فرقه های شیعه باشند، هر گروهی با هر فکری که باشند، معیار اصلی که ما داریم قرآن و احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه وسلم است. ما هر فکری رو و هر مذهبی رو با معیار قرآن و حدیث میسنجیم. هر چیزی که با قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم همخوانی داشت، بدون هیچ گونه تعصبی ما اینو میپذیریم و هر گونه فکر و اعتقاد و مذهبی که مخالف با قرآن و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد ما اونو رد میکنیم، گرچه شاید این فکر و این عقیده منتسب به اهل سنت و الجماعت باشد، اما چون که دلیلی مستند از قرآن و حدیث ندارد با در واقع برای ما قابل قبول نخواهد بود. در مورد حدیث ثقلین، ثقل به معنی یک چیز سنگین و گرانمایه هست و در این ما هیچ تردیدی رو نداریم که ثقلین قرآن و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند، بنابر روایت صحیحی که در صحیح مسلم نقل شده از زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه که در غدیر قوم رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که مردم جمع شدند خطبه ای را ایراد فرمودند و در اون خطبه مردم را تذکر دادند به تمسک جستن به قرآن. یعنی ثقل گفت رسول الله فرمودند که انی ترکتم فیکم ثقلین، من در میان شما دو ثقل و دو امر سنگین و گرانمایه و با ارزش را نزد شما بعد از خودم گذاشتم. یکی قرآن هست و بعد ترغیب کردند بر عمل کردن بر قرآن، خواندن قرآن و تدبر در آیات قرآن و بعد از این فرمودند که و اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، تا 3 مرتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم این جمله را تکرار کردند. در روایت صحیح مسلم لفظ دیگری که در بقیه روایت اومده که من کنت مولا فهذا علی مولا، در روایت صحیح مسلم نیومده. در روایت صحیح مسلم این لفظش هست که اذکرکم الله فی اهل بیتی و در روایت صحیح مسلم این گونه نیومده که شما به قرآن و اهل بیت من چنگ بزنید یا بر اینها عمل بکنید، از این دو پیروی بکنید، بلکه اومده که از قرآن پیروی بکنید و مواظب اهل بیت من باشید. در مورد اهل بیت ایشون دستور ندادند که از اهل بیت من در واقع شما بیایید و پیروی بکنید. همون گونه که قبلا هم عرض کردن، ایمان به محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، احترام و اکرام اونها و حفظ جایگاه و حرمت اونها جزء ایمان اهل سنت و الجماعت هست که ما در این زمینه هیچ گونه شک و تردیدی رو نداریم. اما بحثی که در این زمینه مهمتر هست و اساسی تر هست، فراتر از این همه تبلیغات و این همه هیاهویی که وجود داره که شیعه پیرو ثقلین هست، اینو بیایم ما عملا تطبیق بکنیم، ببینیم که شیعه تا چه اندازه پیرو ثقلین هست. آیا عملا چنین چیزی وجود دارد یا فقط در حد یک تبلیغات هست و یک شعار هست برای فریب دادن عوام مردم؟ ثقلین همون گونه که من قبلا عرض کردم، یکی قرآن هست که ثقل اکبر هست، شیعه اینو قبول دارن، و دومی اهل بیت هستند که ثقل اصغر هستند، در واقع در مقابل ثقل اکبری که قرآن هست. حالا ما ببینیم شیعه در مورد قرآن چه موضعی رو گرفتن.
در طول تاریخ تشیع علمای بسیار بزرگی که انسانهای خیلی سنگین و پروزنی هستند در مذهب شیعه اومدند و نقل کردند که تواتر، روایاتی رو با تواتر نقل کردند که این قرآن، این ثقل اکبری که امروزه وجود داره این تحریف شده است. اینو به عنوان قرآن اصلی و قرآن کامل قبول ندارن. علمای بسیار زیادی هستند این حرف رو زدن، مجلسی گفته، جزایری گفته، قمی گفته، کلینی گفته و بسیاری از علما و در واقع استوانه‌های علمی و نظریه پردازان مذهب شیعه این اعتقاد رو دارن. متاسفانه امروز علمای شیعه یا عوام شیعه نیومدن حسابشون رو با این افرادی که معتقد به تحریف قرآن هستند این رو مشخص بکنن. نه این افراد رو رد کردند که این افراد در واقع معترف و معتقد به تحریف قرآن بودند، نه اینکه کتاب‌های این افراد رو در واقع یعنی کنار گذاشتن، بلکه برعکس همون روایاتی که این افراد به اونها استدلال کردن امروزه در مذهب شیعه وجود داره و جزء روایات بسیار از اینها روایات صحیح هستند. پس بنابراین در مورد ثقل اکبر می‌بینیم که شیعه اساساً این ثقل اکبر را که فعلا وجود داره اینو به عنوان کتاب خداوند متعال یا کتاب کامل و غیر تحریف شده و دست نخورده قبول ندارن. این عقیده بزرگان شیعه بوده که بسیار از اونها چه بسا به خاطر تقیه خلاف این رو بیان کرده باشند، اما بزرگان شیعه مانند مجلسی و مانند مولا محمد صالح مازندرانی و بسیار دیگر ادعای تواتر کردند که این امر یک امر تواتر هست و یک امر متواتر رو اگر کسی ترک بکند و انکار بکند این در حد کفر است. و در مورد تفسیر مثلا قرآن، اون چیزی که ما از قرآن نیاز داریم تفسیر قرآن هست، عمل کردن بر قرآن هست. بیاییم ما ببینیم که شیعه در طول تاریخ در مورد تفسیر قرآن چه کار کرده. اتفاقا شما به تمام تفاسیر شیعه وقتی که برمیگردید، با اینکه تفاسیر خیلی نادر هستند، کم هستند در مقابل تفاسیری که اهل سنت و الجماعت نگاشتند، میبینیم که تمام شیعه ها در تمام کتاب‌های تفسیر بلا استثناء از اهل سنت و الجماعت نقل کردند. شما هیچ تفسیر اهل سنت و الجماعت را نمیبینید که در تفسیر قرآن کریم بیاید از اقوال شیعه و روایات شیعه استناد بکنند. چنین چیزی وجود نداره. اما برعکسش هست، شیعه اومدند از روایات اهل سنت و از تفاسیر اهل سنت در واقع استدلال کردند. این بدین معنی هست که اهل سنت و الجماعت در مورد تفسیر قرآن هم مقدم از شیعه هستند. و اضافه بر این شیعه ها اونگونه که در روایاتشون هست، در اصول کافی و دیگه روایات بسیار زیادی رو دارند که قرآن یک بطنی رو دارد، ظاهری رو دارد، تعویل باطنی رو دارد. اون چیزی که شما از ظاهر قرآن میتونید بخونید این مراد خداوند متعال نیست، تفسیر باطنی وجود دارد که این عملا قرآن رو از در واقع احتجاج و استناد در واقع ساقط میکنه. وقتی که ظاهر این قرآن مراد نباشد، یک معنی دیگر باطنی رو داشته باشد که من مسلمان نمیتونم اون رو درک بکنم، افراد خاصم که برای خودشون فهمشون برای خودشون معتبر هست، برای عموم مردم معتبر نیست. پس بنابراین عملا شیعه این قرآن را غیر قابل استفاده معرفی کردن. و امر دیگری که نقطه‌ای که جالب هست در این زمینه واقعا این است که در طول تاریخ بیاییم ببینیم که شیعه در حفظ قرآن چه کاری رو انجام داده. از نظر سندی میبینیم که سند صحیحی رو علمای شیعه در این زمینه که نقل بکنند قرآن را به صورت متواتر، چون این سندی رو ندارند که قرآن رو برای خودشون در واقع حفظ کرده باشند. و امروزه هم از نظر حفاظ کلام الله و قرآن مجید اگر نگاه بکنیم میبینیم که در شیعه متاسفانه در این زمینه هیچ گونه نه اینکه هیچ گونه یعنی فعالیتی نمیشه، بلکه بسیار کمرنگ هست در مقابل مثلا جمعیت اهل سنت یا حتی مثلا در میان خود ایران ما نگاه بکنیم، اهل سنت ایران مثلا شما بالفرض مقایسه بکنید در میان یک شهری از شهرهای اهل سنت مثلا مانند زاهدان که یکی از شهرهای اهل سنت ایران هست، حفاظی که در زاهدان وجود دارند بیشتر از تمام حفاظ شیعی هست که در ایران وجود دارند. یک شهر بسیار، این مطمئنم که چندین برابر هستند، سالیانه فقط و فقط در زاهدان در یکی از شهرهای اهل سنت صدها نفر حافظ قرآن میشوند. اما در میان شیعه ما میبینیم که چنین چیزی بسیار کمرنگ هست و اگر چیزی موجود داشته باشه بسیار نادر هست، انگشت شمار هستند و در حد یک تبلیغاتی در واقع بیشتر نیستند.
این در مورد ثقل اکبر. در مورد ثقل اصغر که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند، میبینیم که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم از شیعه بیزار هستند. در طول تاریخ این گونه بوده. شیعه در طول تاریخ اسلام تا به امروز صداقت خودش را نه برای اسلام ثابت کرده و نه برای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. وفاداریشون و صداقتشون و ایمانشون و فداکاریشون نه برای اسلام ثابت کردند و نه برای در واقع اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. به طور مثال بزرگ اهل بیت حضرت علی رضی الله تعالی عنه هستند که ایشون در نهج البلاغه در خطبه های بسیار متعددی گلایه های و شکوه بسیار زیادی رو دارند از شیعیان زمان خودش، در بگونه‌ای که ایشون در یک از خطبه ها میگویند که لوددت ان معاویه صارفنی بكم صرف الدینار به درهم فاخذ یعنی منکم 10 و اعطانی واحدا. من یعنی آرزو دارم که معاویه بیاد و با من مانند معامله نقد با نقد یعنی معامله بکنه با من. من حاضرم که 10 نفر از شیعه خودم رو بدم به معاویه، معاویه فقط 1 نفرش رو به من بده. و این خطبه های بسیار زیادی در این زمینه وجود داره. در مورد امام دومشون حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه، ایشون رو مذل المؤمنین نامیدند. مذل المؤمنین، بگونه ای که خود مختار ثقفی اومد به عمویش مسعود این پیشنهاد را داد که امام حسن را بگیرد و در غل و زنجیر بکند و ببرد به معاویه تحویل بدهد و باج بگیرد از معاویه. در مورد حضرت حسین رضی الله تعالی عنه 10,000 نفر از شیعیان کوفه که در واقع یعنی زادگاه تشیع بوده، محل تشیع بوده، 10,000 نامه نوشتند برای حضرت حسین رضی الله تعالی عنه، ایشون رو دعوت کردند که بیاین در کربلا. اما زمانی که اومدن تمام اونها خیانت کردند و عهد و پیمان خودشون رو شکستند. در تاریخ ثابت نشده که یک شیعه ولی یک نفر از شیعیان کوفه بیاد خودش رو فدای حضرت حسین رضی الله تعالی عنه بکنه. 1 نفر از اون کسانی که نامه نوشتن حسین رو به کربلا کشوندن حاضر نشدن که جان خودش رو فدای حضرت حسین رضی الله تعالی عنه بکنه، الا حر ابن یزید که ما میدونیم حر ابن یزید هم یکی از لشکریان و سپاهیان عبیدالله ابن زیاد بوده، از شیعیان کوفه که نامه نوشتن بودن در واقع نبوده. پس بنابراین میبینیم که در طول تاریخ تشیع نه صداقت خودش رو به اسلام ثابت کرده و نه به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. از نظر روایی هم اگر ما نگاه بکنیم، عملا روایاتی که اهل سنت و الجماعت از حضرت علی رضی الله تعالی عنه دارند بیشتر از روایات 3 خلیفه ما هست. یعنی روایات حضرت علی رو یک طرف بگذاریم، روایاتی که ابوبکر و عمر و عثمان یک جا نقل کردن همه رو در یک کفه ترازو بگذاریم، باز هم روایات حضرت علی رضی الله تعالی عنه 83 روایت در واقع بیشتر هستند. و روایاتی که شیعه دارن در این زمینه و بیشترین روایاتی که اهل سنت نقل کردن از حضرت علی، حضرت حسن، حسین، زین العابدین و ام باقر و امام جعفر صادق، روایات صحیح و معتبری هست با سندهای صحیح نقل شده. اما روایاتی که از ثقل اصغر دارند، از ائمه خودشون دارند، روایاتی هست که افراد کذاب و فاسد المذهب، فتحی مذهب و کسانی که اعتقادی به امامت ائمه اثنا عشر نداشتند و فاسد المذهب و فاسد العقیده بودند، این افراد رو در واقع این روایات را نقل کردند. پس بنابراین اهل سنت و الجماعت به ثقلین اهمیت بیشتری را دارند، هم از ثقل اکبر را و هم ثقل اصغر را. پیروان واقعی ثقلین اهل سنت و الجماعت هست. جزاکم الله خیر شیخ، واقعا لب مطلب رو رسوندین دیگه، ادا کردین. خیلی ممنون از شما. بیننده بعدی سوالی در مورد سوال فقهی در مورد حج کردن که پرسیدن زنی بیوه هستم، آیا یک زن میتواند بدون محرم قصد سفر حج بدون محرم سفر کند؟ در روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، ما روایات صحیحی رو داریم و صریح هستند در صحیح بخاری و بقیه کتب در واقع نقل شده که در روایتی که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الاخر ان تسافر مسیرة یوم الا مع ذی محرم.
برای زن مسلمانی که ایمان دارد به الله و روز قیامت جایز نیست که بیشتر از یک شبانه روز رو که یک روز رو که در اون معیارهای قدیم بوده به سفر برود مگر همراه با محرم. و در روایت دیگر به صورت دقیق‌تر و کلی‌تر این اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، که زن نباید مسافرت بکند مگر با همراه با محرم. و شرایط محرم این است که این محرم باید یک انسانی باشد که از نظر نسبی یا سببی در واقع جزء محارم این شخص باشه و در حد بالغ باشه، نه اینکه یک بچه کوچیکی که هنوز به بلوغ نرسیده اینو همراه خودشون بکنن. و این محرم حتما یکی از شرایط وجوب حج بر زن هست. یعنی اگر یک زنی مال داشته باشد و سرمایه داشته باشد و راه امن باشد، برایش میسر باشه که برای حج برود، منتها محرمی رو ندارد که اینو به حج ببرد، از نظر شرعی از دیدگاه تمام فقها حج بر چنین شخصی واجب نیست و فرض در واقع نمیگردد. و قول راجحی که در این زمینه هست بنابر دستور رسول الله و توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز نیست که زن مسلمان بدون محرم برای سفر برود، ولو اینکه سفر حج یا عمره باشه. و حتی در برخی از مذاهب مانند مذهب امام شافعی رحمت الله علیه یک استثنایی رو قائل شدند که اگر جماعت نساء باشه، یعنی یک مجموعی از زنان هستند که برای حج میروند که بسیاری از این زنان محرم دارند اما یک زنی مثلا محرمی ندارد، اینو اجازه دادند که همراه با این جماعت زنان در واقع به حج برود. اما از نظر عقلی اگر نگاه بکنیم، از نظر شرعی نگاه بکنیم، میبینیم که این قول هم هیچ گونه وجاهتی رو نداره، زیرا که در این سفر حج زن نیاز به یک محرم داره، امکان داره که بیمار بشود، امکان دارد که در یک جایی گم بشود، نیازی به یک مرد رو داره و زنان دیگر به هیچ عنوان نمیتونند که نقش یک محرم رو برای این فرد در واقع ادا بکنند. پس بنابراین بدون از محرم حتی برای حج رفتن جایز نیست. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز، از الان شماره تماس زیرنویس شده و من از شما فقط خواهش میکنم که کسی که تماسش وصل میشه با ما لطفاً صدای تلویزیون رو کم کنه و فقط از طریق تلفن صدای ما رو بشنوه، چون یک کمی صدا دیر و با فاصله میاد و این مشکل پیش میاد و ما مجبور میشیم که تماس جدید بگیریم و چون که صدای شما رو نمیشنویم و تماس رو قطع کنیم. جناب شیخ، سوال دیگر بیننده در مورد این است که البته سوال کمی طولانی پرسیدن که آیا سوره قدر ربطی به امام زمان دارد و چرا اهل سنت پاهایشان را میشورند مگر در سوره مائده مسح کردن پا را توضیح نداده؟ که این سوال بنیامین از تهران پرسیدن. و سوال دیگه هم که تقریبا ربط به این قضیه داره، سوال دیگه بیننده است که پرسیدن چرا اهل سنت دست بسته نماز میخوانند ولی شیعه دست باز؟ من قبلا عرض کردم در ابتدای برنامه که معیار اصلی برای ما مسلمانان و منبع و مصدر اصلی ما برای احکام و اعتقادات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. مطلبی رو که ایشون اشاره کردند که در قرآن مسح آمده برعکسش هست. در قرآن مسح پا ذکر نشده، بلکه در قرآن ها و در واقع مصاحفی که امروزه ما در اختیار داریم، چه در ایران چه در غیر ایران، در عربستان یا پاکستان یا هر جای دیگر، این آیه رو که درباره وضو هست در این آیه شستن پا بیان شده، نه مسح شدن پا. در این آیه خداوند متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. در این آیه خداوند متعال سه مورد رو حکمش رو شستن بیان کرده که این سه مورد گفته فاغسلوا وجوهکم، چهرهتان را بشورید، و ایدیکم، دستهایتان را بشورید، و در آخر گفته که و ارجلکم، و پاهایتان را. این سه مورد و سه کلمه‌ای که منصوب هستند و علامت نصبشون همین فتحه هست، اینها در واقع مفعول هستند و اینها برمیگردند به فعل اغسلو هست. یعنی دستهایتان را بشورید، چهرهتان را بشورید و پاهایتان را بشورید. و در مورد فعل مسح این مجرور شده که و رؤوسکم و امسحوا برؤوسکم با کسره اومده. اگر قرار بود که ارجل، پاها، بر رؤوس عطف بشود از نظر قواعد زبان عربی، این باید کسره میشد.
اما عملا این کسره نیست و فتحه هست. پس بنابراین این سه کلمه یعنی وجوه و ایدی و ارجل این برمیگردن به غسل، فعل اغسلو، و مورد شستن سر که به رؤوسکم هست این برمیگرده به فعل امسحوا. این از نظر در واقع آیتی هست که رسول خداوند متعال در این آیه صراحتا اینو بیان کردند که شما باید پاهای خودشان رو بشویید، نه اینکه مس بکنید. اما وقتی که برمیگردیم به روایات در میان شیعه و در میان اهل سنت و الجماعت میبینیم که در مذهب شیعه هم روایات متعددی وجود دارد که ائمه بزرگوار شیعیان خودشون رو امر کردند برای شستن پاها، برای شستن پاها. به طور مثال کلینی از امام جعفر صادق رحمت الله علیه اینو نقل کردند که ایشون وضو را توضیح دادند و یکی از مواردی که در وضو باید مد نظر باشه ترتیب بین اعضای وضو هست، یعنی به همون ترتیبی که در قرآن ذکر شده که انسان ابتدا چهره رو، بعد دسته ها رو، بعد سر رو مس بکند و نهایتا پاها رو بشوید. این ترتیب مقصود هست در شریعت اسلام، باید به همین ترتیب باشه. در مذهب شیعه و در روایتی که از ائمه شیعه وجود داره هم این ترتیب رو در واقع مد نظر قرار دادن. امام صادق میگوید اگر شما یک عضوی رو فراموش کردید که عضو قبلی رو بشورید و رفتید به عضو بعدی، حکمش این است که دوباره برگردید عضو قبلی رو دوباره بشورید و بعد از آن دوباره عضو بعدی رو بشورید. در این روایت ایشون میفرمایند که و این نسیت مسح رأسک حتی تغسل رجلک، اگر تو مسح سر رو فراموش کردی تا اینکه پاها رو شستی، یعنی مسح سر رو از یادت رفت و به رکن بعدی رفتی و پاها رو شستی، امام صادق در این روایت میفرمایند که فمسح رأسک ثم اغسل رجلک، برگرد دوباره سرت رو مس بکن و بعد از این دوباره پاهایت رو بشور. در این روایت که روایت صحیح هست، اینو علامه مجلسی گفته که موثق هست و همچنین آقای بهبودی گفته که این روایت صحیح است. در روایت صحیح نزد شیعه هم اومده که شما باید پاهایتون را در واقع بشورید. و همچنین روایت دیگری هست از حضرت علی رضی الله تعالی عنه که نقل میکنند این روایت در استبصار اومده و در تهذیب وسائل شیعه و در منابع دیگری شیعه هم اومده که حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگوید من یک روز نشستم که وضو میگرفتن، ناگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آوردند، من این اعضای خودم را و اعضای وضو را در واقع میشستم و ایشون فرمودند و غسلت قدمی. این روایت استبصار و تهذیب و وسائل شیعه است. و غسلت قدمی، من پای خودم را شستم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به من فرمودند یا علی خلل بین الاصابع لا تخلل بالنار، مواظب باش میان انگشتان پای خودت مس بکن، خلال بکن اینها را که مبادا به خاطر این که آب نرسد آتش جهنم این قسمت ها را در واقع نسوزاند. و همچنین در نامه‌ای که حضرت علی رضی الله تعالی عنه به محمد ابن ابی بکر و که در مصر بود در اون زمان و به مردم مصر هم نوشتند، حضرت علی رضی الله تعالی عنه وقتی که وضو رو تشریح میدهند ایشون تشریح کردند که وضو رو هر عضوی رو باید 3 مرتبه شما بشورید و در این روایت اومده که ابتدا پای راستت را 3 مرتبه بشوی و بعد از آن پای چپت را 3 مرتبه بشوی. این روایت هم عرض کردم در مستدرک الوسائل و همچنین منابع دیگر شیعه اومده. پس بنابراین از نظر قرآن وقتی که ما نگاه بکنیم، از نظر روایات اهل سنت یا روایات شیعه ما نگاه بکنیم، میبینیم که شستن پا یکی از مواردی هست که بالاتفاق در میان شیعه و اهل سنت در واقع روایات صحیح و صریح در این زمینه وجود داره و این سوال رو باید از شیعه بپرسند. با اینکه در قرآن با این قرائتی که فعلا وجود داره در مصاحف قرآنایی که امروزه ما داریم این لفظ ارجلکم با فتحه و منصوب آمده که برمیگرده به فعل غسل و با وجودی که چندین روایت صحیح در این زمینه از ائمه اهل بیت و بزرگان شیعه نقل شده، باید این سوال رو بپرسیم که چرا در واقع شیعه این عمل رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ترک کردن؟ آیا فقط این که اونگونه که در اصول کافی اومده یا کتاب‌های دیگر مخالفت با اهل سنت و الجماعت میتواند دلیلی باشد برای این که شما آموزه‌های دینی خودتان را، توصیه‌های اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در واقع کنار بگذارید؟ و همچنین در مورد بستن دست‌ها در هنگام نماز، اهل سنت و الجماعت بالاتفاق معتقد بر این هستند که دست بستن سنت است. ما هیچ یک از مذاهب اهل سنت و الجماعت دست بستن در هنگام نماز را جز فرایض و واجبات نماز مطرح نکردند و دلیلشون هم روایاتی هست که در سنن اومده و در صحیح مسلم اومده از وائل ابن حجر. در این زمینه روایاتی هست که ایشون رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دیدند که
وقتی که نماز میخوندن تکبیر میگفتن و بعد از تکبیر در واقع دستای خودشون رو میگذاشتن. و امری که در این زمینه جالب هست، میبینیم که اهل سنت و الجماعت در این زمینه هیچ گونه حساسیتی رو ندارن. اما شیعه فقط و فقط با این انگیزه که با اهل سنت و الجماعت در واقع مخالفتی رو بکنن، اومدن فتوا دادن هر کسی که در هنگام نماز دسته های خودش رو ببندد این گونه که اهل سنت و الجماعت میبندن، نمازش باطل هست. اینو در تحریر الوسیله آیت الله خمینی این مطلب کاملا هم بیان شده. تا به اندازی در این زمینه حساسیت نشان دادن از جانب اهل سنت و الجماعت، گفتند که این سنت هست، اولاتر و بهتر عمل رسول الله این بوده که دست میبستن، اما نه واجب هست و نه فرضه. شیعه در مقابل گفتن نه، باز کردن دست لازم هست و اگر کسی در هنگام نماز دستهای خودش را در واقع ببندن، نمازش باطل شده و جز مبطلات نماز است. و جالب است که در برخی از روایاتی که من در برنامه دیگر خدمت بینندگان معرفی کردم و نشان دادم، در برخی از روایات اومده اگر کسی در هنگام نماز یک زنی رو، کنیزکی رو بغل بکند و خودش رو به این کنیزک بماند و نمازش باطل نشده و نمازش کاملا درسته. اما به محض اینکه دست رو ببندد، چون که مشابهت با اهل سنت و الجماعت است، فتوا دادند که این در واقع در این جزء مبطلات نماز است. ما اهل سنت و الجماعت الحمدلله نه افراط دارند نه تفرید دارند. اون چیزی که در قرآن بیان شده و در روایات صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شده، بدون تعصب و بدون افراط و تفرید بر آنها عمل میکنند، برخلاف شیعه که معیارشون فقط مخالفت با اهل سنت و الجماعت است. جزاکم الله خیر شیخ. اگه موافق باشین تماس بینندگان رو بگیریم. بیننده اول آقا عمر از لندن. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. آقا عمر صحبت کنید، صدای شما داره پخش میشه. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خدمت استاد بزرگوار و خدمت شما سلامای خود تقدیم میکنم. و علیکم السلام. خداوند شما را زنده و پاینده داشته باشه. ما یک سوال داشتم. ما در لندن دو مسجد افغانی داریم، یکی در چرچ لاین به نام نیزدن مرکز کلتوری افغانا و یکی در انسلو. بله. امام مسجد که در انسلو است در مراسم حج لفلتای اونا را اشتهاراتشان همه شما دیدیم و در نزد خود دارم همین فعلا از سال گذشته شه و به خاطر مراسم حج و از طریق امو مسجد امی امام یک قرارداد در بین کدام شرکت توریستی امضا کرده، تجارتی سیاحتی. اونا نوشته کرده بود در لفلت خود که خانمی که سنش از 40 سال بالا باشه، یعنی 41 سال باشه، 40 سال و 6 ماه باشه، فقط گفته بود که از 40 سال بالا باشه، حدودش تعیین نکرده بودن. وقتی که پرسان کردن گفتن که از 40 ساله و 1 ماه هم باشه بدون محرم شرعی عیب نداره و ما او را سفر همراه خود میبرم در مراسم حج. و بعض دلایل گفته بودن که در گذشته اگر محرم میگفتن به خاطر که امکانات کم بود و سفر کشتی بود و با قافله بود و حال شرایط بسیار پیشرفته شده و دنیا بسیار خرد شده، با هم بسیار نزدیک شدن و وصل شده و هر نوع امکانات وجود داره. امی یک نوع سر و صدا را در جامعه افغانی پیدا کردن. آیا این چطور است؟ ما امیر خواستم از شما سوال. خیلی ممنون از شما. تشکر میکنیم از آقا عمر. بیننده بعدی رو میگیریم. محمد از تهران. سلام علیکم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری گرامی و استاد دهقان بزرگوار. سلامت باش. سوالی داشتم از خدمت استاد دهقان گرامی. بفرمایید. بله، میخواستم خواهش کنم که از ایشون اگر در کتب اهل سنت روایتی با این ویژگی ها که راویانش همه سنی باشن، ضابط باشن، راستگو باشن و بدون تضعیف و سندش هم متصل به حضرت پیامبر باشه و کلی نباشه، در فضایل خلفا مصداقی اگر وجود داره ایشون با بررسی سندی مطرح کنن، ما استفاده کنیم. در فضایل خلفا اگر نداره بگن که دیگه ما سوال شما اینه که آیا در کتاب‌های اهل سنت درباره فضایل خلفا احادیث وجود داره یا نه؟ نه، احادیثی با این شرایط که همه راویانش سنی باشن، همه ضابط باشن، راستگو، بدون هیچ تضعیفی، سند متصل به حضرت پیامبر باشه و مصداقی درباره خلفا باشه تا صحیح باشه. این شرایط صحیح همینه دیگه، اگر اینجوری نباشه صحیح نیست. اگر اینطور هست ایشون مطرح کنن با بررسی سندی
گر هم نیست که دیگه اعتراف کنن نیست دیگه. منظورتون از این که به خلفا برسه یا این که مصداقیت خلفا داشته باشه؟ در فضایل خلفا باشه استاد. بله. انشالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. سوال دیگه دارین؟ بیننده بعدی رو بگیریم. تماس بعدی رو بگیریم اتاق فرمان. آقا مهدی از بندر عباس، سلام علیکم، بفرمایید. آقا مهدی صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. ظاهرا تماسشون قطع شده. آقای عبدالباقی از هرات، سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام استاد محترم. سلام به تمام دستکاران تلویزیون وسایل حق و بخصوص شیخ عبدالقدوسی که پاهم زحمت میکشه واقعا. سلام علیکم السلام. من یک سوال داشتم استاد محترم که خیلی لازمه که پاسخ بدیم مجددا بین دول سولی یک واقعی. اگه میشه به صورت مختصر سوالتون رو مطرح کنیم چون بیننده دیگه هم پشت خط هستن. خیلی امکان داره کشتارهای زیادی و خونریزی‌های زیادی بین دو قوم مسلمان باشه. همین دیگه تازه‌وا بود، در یک خیراتی بود 3 روز پیش تقریبا روز جمعه گذشته مدرسه خیراتی بود. یکی از برادرها اون دیگه طالب‌ها هم بیامد به تیم خیرات به یه وقت اینا برای دولتی ها دولتی هم وجود نداشت اینجا. پس گناه به ما تیر و تفنگ کرد، مردم از سر ختم قرآن از مسجد بیرون شد. خود من شاید سمه بودم. اونا ظالمانه مردم رو بدون اینکه پرسان کنه یا حالا اول دولتی بگوزین دولتی وجود داره یا نه، مردم رو ظالمانه به تیر بسته کردم. 5 تا زخمی ساختم. یک کلان قوم هم که هم مجاهد بود از وقت روسا تا باز رهبر مجاهدین بود، بدون سلجو و سلخا بین مسلمین بود. عزیز سوالتون در این قضیه اگه لطف میکنین سوال مطرح کنید جناب استاد. جنجال دو سوالی شده که مثل اونام دو طرف قرار گرفته، این مردم به طرف قرار گرفته که ما چند روز با متنفذین قوم بین اینا کار میکنیم با علما، ولی اونا گفتن که ما به شریعت آماده ایم که طرفدار به شریعت حاضر کردن. بعد ما گفتیم اگر نیست خون همه منطقه از شما یک توجیه ما بدیم که چی رقم میشه. اونا ادعا کردم که به سر سلام حمله کرده. وقتی سر سلام حمله نکردی فقط خیرخواهی میکرد که خیر نکنه، میدی دولتی نیه، مردم خیرات مراسم به سر مسلمان ها خیر نکنه و کلان خودمون به شهادت رسوندم و 5 تا زخمی کردم. اما جزای روزینا چیه حکم اینا در شریعت؟ تشکر میکنیم از شما. خیلی ممنون میشم که خیلی تضاد قومی بود دیدم. ان شاء الله تشکر میکنیم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. آقا محمود از بوشهر. سلام علیکم آقا محمود، بفرمایید. سلام علیکم، آقا خوبه؟ و علیکم السلام، سلام باشین، بفرمایید. من یه سوالی از آقای دهقان داشتم اگه بفرمایید. اون سوالم در مورد سنگساره. خب قبلا هم با آقای دهقان صحبت کردم، گفتن یه چند تا خانم موقعی حضرت محمد که بوده چند نفر اومدن پیش چند تا خانم اومدن پیش پیغمبر اعتراف کردن که مثلا ما همچین گناهی کردیم و پیغمبر هم حکم سنگسار داده. خب بله. ما حالا فکر اون سوالم اینه که چرا چند تا خانم باید بیان پیش پیغمبر اعتراف کنن که ما همچین گناهی کردیم؟ خب منظورم اینه که چطوری بگم، اگه کسی بیاد پیش پیغمبر پیش یه قاضی اعتراف کنه که ما این همچین گناهی کردیم، خب بله. بعدم سنگسارش کنن، مگه گناهش بخشیده میشه؟ که مثلا میاد اعتراف میکنه، مگه گناهی خانمی که میاد اعتراف میکنه و سنگسار میشه بعدن مگه گناهش به خاطر سنگسار شدن بخشیده میشه؟ بله سوال شما واضحه برادر عزیز. اگر سوال دیگه دارید. خب نه منظورم اینه که اصلا اگه یه نفری که گناهی کرده به نظر شما اگه مثلا در صدقه بده ثواب کنه یا مثلا خودش وقف مثلا کمک مردم بکنه، کمک مثلا فقیرا بکنه بهتره، یا بیاد خودش مثلا اعتراف بکنه روی گناهی بعدن قاضی بخواد سنگسارش بکنه؟ به نظر شما اونه که مثلا چیز بشه بهتره صدقه بده و کمک توبه بکنه؟ منظورتونه به صورت خصوصی توبه بکنه بهتره یا اینکه مثلا بله اعتراف بکنه جلوی قاضی که بخواد مثلا سنگسارش کنه؟ ان شاء الله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. سوال شما واضحه برادر عزیز. اگه سوال دیگه دارین بفرمایید. بیننده بعدی رو بگیریم.
نسرین از ایران، سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نصری از ایران، سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید برادر عزیز. نصری از برادر از تاجیکستان، سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. سوالی داشتم حضرت. بفرمایید. درباره پوچه دراز، مثال درباره پوچه دراز، پوچه‌ای که از ایزار دراز است، از بوجلک دراز است. بله بله. پوچه ایزار. برادری که در شبکه شما کار میکنن همشون پوچه‌شون درازن. سوال فقهی دارین؟ آیا حکم این چیه در اسلام؟ بیننده بعدی رو بگیرین. نصری از کردستان، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. صدای من پخش میشه؟ بله بله، صدای شما داره پخش میشه و منتظر سوال شما هستیم. بله، دست در نکنم. سلام خدمت شما و شما همکار گرامیتون. سلامت باشید. سه تا سوال داشتم خدمتتون. بفرمایید. یکی اینکه آیا قبل از غسل گناه تساقیش یا مایز و ادرار بتراشی و غسل کنی، یا مثلا اول باید اونا را آیا قبل از غسل اونا را بذاری مثلا بعد غسل کنی ایراد داره یا نه؟ باشین سوالتون دوباره اگه میشه تکرار کنید. میگم قبل از غسل گناه در ریش یا موهای زاد را بزنی یا باید غسل کنی بعداً؟ اینیه. خب بله تکرار کنم؟ نه سوالتون واضحه. سوال بعدی. بله. بعد آیا نماز قضا داره یا مثلا مثل وعده غذایی دیگه تموم شد؟ نماز این دو. این آیا نماز قضا داره؟ بله بله. آیا نماز قضا داره یا مثلا مثل وعده غذایی دیگه تموم شد؟ بله. سوال دیگه. بعد آیا عند نماز دلبخایی یا مثلا نماز ظهری مخصوص یا مثلا کدوم شاوش بیشتره؟ بخشین سال واضح نیست. سال آخری اگه میشه دوباره تکرار کنید. بله. سوره های قرآن در نماز دلبخایی بخوندی مثلا تو نماز چه سوره مثلا بهتره، تو ظهر چه سوره اینجوری مثلا سوره های قرآن. بله سوالتون واضحه. خیلی ممنون از شما. شد؟ بله بله. خدا سلامت باشه. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایید. سوال داشتم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. ببخشید ما یه آشنا داریم سنش بالاست، مشکل کلیه داره. بله. وقتی که ایشون به حساب ادرارشون که میگیره سریع این ادرار میریزه. بله. دیگه مجبور میشن مثلا دیگه برن حمام. میخوان وقتی که نماز بخونن میرن دستشویی، پیش از اینکه به دستشویی برسن مقداری از اون قطره ادرارشون میریزه. حالا چیکار باید بکنن؟ بله. چه توضیح بده؟ انشالله پاسخ دریافت خواهید کرد. تشکر. خدا سلامت باش. بیننده بعدی رو بگیریم. جانم میخواستم با این آقای دیوان صحبت کنم. بفرمایید. صدای شما داره پخش میشه. باش. آقا محمد دیگه نه؟ الو. بفرمایید. آقا محمد از ایران، بفرمایید. عمر هستم. عمر از ایران. خوب هستی؟ سلامت باشین، بفرمایید. الو. بفرمایید صحبت کنید. صدای شما داره پخش میشه. سلام و درود خدا بر شما. سلام. ببخشید من چند تا سوال داشتم. چند مدتی هست ما یعنی بیننده که شما شدیم واقعا راستی صدای شما داره قطع و وصل میشه. اگر میشه یک صورت واضح تر صحبت بکنیم. من یه چند تا سوال داشتم. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید. من 2 ماه هست که نامزد کردیم. بله. من 2 ماه هست که من نامزد کردم تو ده. بله. بعدش هم الو.
بله صدای شما داره شنیده میشه. اگه میشه سوالتون رو مطرح کنین. 2 ماه هست که نامزد شدین. آره من اهل سنت هست. بله بله. نامزد من شیعه هست. بله. منم با نظر اونم تعصب داره. بعد راستش صدای شما خوب واضح نیست. اگه میشه دوباره تماس بگیریم تا سوالا واضح باشه و بتونیم بفهمیم که چطور سوال میکنین، سوالتون چیه. اگه میشه بیننده بعدی رو بگیرین. خانم نسرین از ایران، سلام علیکم، بفرمایین. سلام. و علیکم السلام، بفرمایین. میخواستم یه سوالی رو پرسم. بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. خواستم اگر یه دختری تو سن کم پدرش اونو به شوهر بده به زود، بعد اون دختر بزرگ بشه و اون شوهرشو نخواد با یکی دیگه فرار کنه، این چجوری میشه قبل از عروسیش؟ یعنی قبل از عروسیش فرار کنه؟ بله. اون آدم باش بد رفتار و عروس کتکش بزنه و اون چاره ای نداشته یا مرد رو انتخاب کنه یا باید زندگی رو. بله. سوال دیگه هم دارین؟ بعد اون پدر به یه زن بگیره، بعد دخترش رو بده به اون کسی که ازش زن گرفته، بعد دخترش رو بدبخت کنه بخاطر اینکه خودش زن بگیره. بله. سوال شما واضحه، انشالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. سلامت باشین. سوال بیننده بعدی رو بگیرین. برادری از بلوچستان، سلام علیکم، بفرمایین. آقا رضا از بلوچستان، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. من یک سوال داشتم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. مثلا میرم مسجد نماز میکنیم. بله. که مثلا پیش ما مثلا اینجا نیست یک مثلا که محتاج مثلا نیه جلو نماز میده جایزه نه نماز ما. یعنی پیش نماز معتاد باشه؟ بله بله. مثلا پیش ما مثلا مولا نیست، مثلا اینجوری مثلا یعنی مقتدی مثلا. بله بله. یعنی سوال اینه که آیا مثلا وقتی که امام نیست یک نفر که معتاده و شخص عادی آیا اجازه داره که پیش نماز بشه یا نه؟ بله بله. و یک سوال مثلا میتونید مسجد شیعه نماز بکنید یا نه؟ بله، سوالتون واضحه، انشالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. بیننده بعدی رو بگیریم. آقا مراد از ایران، سلام علیکم، بفرمایید. سلام خدمت. سلامت باشین، بفرمایید. سلام جناب آقای مولوی، سلام عرض میکنم. یک چند سوال داشتم. بفرمایید. سوالم اول این بود در مورد صداشون ظاهرا قطع شد. بیننده بعدی رو بگیریم. آقای رحمانی از تهران، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشین. سلامت باشین، بفرمایید. قربان شما. من یه سوال داشتم خدمت استاد. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. رحمانی هستم. بله آقا رحمانی از تهران، بفرمایید. صدای شما داره پخش میشه. خسته نباشید، حال شما خوبه؟ سلامت باشین. سلام دارم خدمت شما استاد بزرگوار. میخواستم بدونم این اسم سلمان برای پسر خوب است بذاریم یا اینکه نه؟ اسم سلمان. انشاءالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. بیننده بعدی رو بگیریم. آقا عبدالله از تاجیکستان، سلام علیکم، بفرمایید. ظاهرا تماسشون قطع شد. خواهر آمنه از ایران، سلام علیکم، بفرمایید. علیکم سلام. بفرمایید. الو. بفرمایید. صداش یه سوال داشتم. بفرمایید.
یه دایی داشتم که از 10 سالگی خب تا 18 سالگی نماز خونده، روزه گرفته، شب‌های کرد بیدار بوده، نماز جمعه شرکت میکرده، با همسایه ها هم به نیکی رفتار میکرده، قرآن هم میخونده. ولی نمیدونی بر اثر چه چیزی دوستای به تهمت زنن، چه چیزی که خودکشی کرده. آیا حالا این معنی اینه که خداوند حتما اونو جهنمی میکنه یا نه؟ بله. بعدم به خواب یه ملا اومد که داخل یه نوره و داره از قبله میاد، یا به خواب یک بچه کوچک اومده مثلا گفته من تو بهشتم و لباس سبز پوشیده، 18 سالم بیشتر نداشته ولی واجباتش رو به صورت کامل انجام داده. میخواستم خدمت استاد بگم واقعا این اهل جهنم میشه یا خدا اینو میبخشه؟ انشالله پاسخ را دریافت خواهید کرد. خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون. خدا سلامت باش. بیننده بعدی عبدالله از مسکو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. ظاهراً تماسشون هم قطع شد. آقا عمر از ایران. سلام علیکم، بفرمایید. آقا عمر صدا شما داره پخش میشه، منتظر سوال شما هستیم. الو، بفرمایید. و علیکم السلام، بفرمایید. ببخشید چند تا سوال داشتم. بفرمایید، منتظر سوال شما هستیم. یه 2-3 ماه هست که من کردم. 2-3 ماه هست که شما جانم؟ 2-3 ماه هست که شما نامزد شدین. آره، بعدش نامزاده. من اهل شیعه هست. بله. هستم. بعدش هم من کلا تو مذهب خودم یک کمی تحصیل دارم. خیلی من که اون سره یعنی شوهرش باشه کور نمیدونم حالا من باید چه کار کنم. والا صداتون واضح نیست. اگر میشه یعنی جای بیستین طوری باشه که صدا واضح باشه خیلی خوبه. من سوال شما رو نفهمیدیم. اگه واضح بگم چون صدا کلا داره قطع میشه. من دوستان عزیز خواهش میکنم کسانی که تماس میگیرن یعنی سوال رو مشخص بکنن بعد تماس بگیرن که به صورت داستانی نباشه و اصل موضوع اینه که سوال چیه و مشکلشون چیه رو مطرح بکنن و سوال رو جمع جور و خلاصه مشخص و خیلی خلاصه وار بنویسن یا حتی آماده بکنن برای خودشون و بعد بپرسن. و عبدالله از تاجیکستان که قبلا تماسشون قطع شده بود دوباره رو خط هستن. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. استاد سوالی داشتم. بفرمایید. آیا مراتبش نه که پیغمبر خدا دعا کرده باشد و دعای وی اجابت نشده باشد؟ همین مولد رخ داده است یا نه؟ سوال بعدی شما؟ سوال فهمون شد. بله سوال مشخصه. سوال دیگه هم دارین؟ نه خدا نگهبان. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. بیننده بعدی رو میگیریم. برادرمون از افغانستان آقای سادات از افغانستان. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام. سوال داشتم جان. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. بخیر باشین. من از امام شفیعی علیکم السلام رحمت الله برکاته. سوال من این بود از جناب امام صاحب که نماز باید به آرامش و خشوع و وضو باید ادا شود. بعضی وقتا نظر به این که نماز وقتش کم می باشه و باید عجله کنیم باید قضا نشه و نماز باید درست صورت بگیره. لیکن بعضی وقتا وقتی در رکعت سوم می باشیم تشویش به خط میده که یک رکعت پیش مونده، در رکعت سوم هستم و در رکعت چهارم و باز دوباره سلام میگیریم، دوباره از سر نماز شروع میکنیم. بالاخره در رکعت سوم باز یک تشویش برای خط میده که بخوام من در رکعت چهارم یا در رکعت دوم مانده رکعت سوم و چهارم هستم. بله. به این مورد هدایت شما چی است؟ ان شاء الله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. بیننده بعدی رو بگیریم.
عبدالحکیم از تاجیکستان. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت. بفرمایید. برادر تساؤل داشتیم. سلامت باشید. الو. بفرمایید برادر عبدالحکیم، صدای شما داره پخش میشه. منتظر سوال شما هستیم. سوالی من همین است. اپای من شد دست دیگه رو ولی شوهر است عرق می نشد. والا صدای شما داره قطع میشه، من متوجه سوال شما نمیشم برادر عزیز. اگه میشه دوباره تماس بگیرین. بیننده بعدی رو بگیرین. لیلا از آلمان. سلام علیکم، بفرمایین. بله سلام علیکم. سلام به شما، به استاد محترم، به تمام برنامه سازایتان. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. سوال داشتم که من بسیار زور به سر شوهر خود نماز میخوانم و روزه میگیرم. آیا سر من گناهگار میشم یا که نه؟ بله. سوال شما اگه میشه سوال رو دوباره مطرح بکنیم. من سر شوهر خود گفتم به زور دمای مبارک رمضان روزه میگیرم و نماز سرش میخوانم. آیا من گناهگار میشم یا ای که نه؟ انشالله سوال شما واضحه و سر شوهرشون نماز میخونم. یعنی شاید شوهر شما ملتزم نیست بیدین و شما به زور او رو مجبور به نماز خواندن میکنید منظورتون. بله. سوال شما واضحه انشالله. نه تمام، خدا شکر زنده باشین. سلامت باشین. بیننده بعدی خواهری از دانمارک. سلام علیکم، بفرمایید. من یک سوال داشتم از شما. می چیست مادر ما که است امریکا است؟ بله. ما خودم در دنمارک هستم. مادر بسیار ضعیف است، مریض است. برادرم که است او امی خانه را در سود خریده. حالی مادر بیچاره میگه بیا اینجا بچه میگه تو باید نری خانه برادر در سود است. ما از خاطر مادر خود یا برم یا نرم چطور میشه؟ به خاطر مادر خود ما میرم. بله سوالتون واضحه، انشالله پاسخ دریافت کنیم. بله. خیلی ممنون از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. بله سوال ما بود شما. سوالتون واضحه، انشالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. اتاق فرمان تماس را محدود بکنین و آقا عبدالله از جزیره قشم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. من میخواستم یه چیز بپرسم که من میخوام بچه ها مثلا. بله صدای شما داره پخش میشه، منتظر سوال شما هستیم. که میخوای مثلا کسی با خسر و خشوع خودش مثلا درس میده، این چجوریه؟ مثلا میتونه خواهرزن مثلا درس میده یا کسی پشت سر خشوع مثلا سوار میشه، این مثلا. بله. سوال دیگه هم داری؟ این مثلا چجوری میشه؟ اینو من میخواستم بپرسم. انشالله کسی دست بده مثلا. بله سوال شما واضحه، انشالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. خواهرزن با داماد مثلا بله. پشت موتور سوار میشه، مثلا پشت کنار ماشین سوار میشه، این چجوری میشه؟ بله سوال مشخصه. شیخ اگه موافق باشین تا الان تماس ها کافیه و یه میان برنامه‌ای با هم ببینیم و دوباره بازگردیم و در خدمت بیننده عزیز باشیم. بینندگان در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم و دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. صبر و تقوا بود پیش ما، جمله یک رنگ و هم یک صدایی.
ما همه بندگان خداییم، در ره دین و ایمان فداییم. صبر و تقوا بود پیشه ما، جمله یک رنگ و هم یک صداییم، جمله یک رنگ و هم یک صداییم. بار الها تویی رهنمای ما، رهنما ره گشا ای خدای ما. دست ما را بگیر و مدد نما، جز تو یاور نباشد برای ما، جز تو یاور نباشد برای ما. ما همه بندگان خداییم، در ره دین و ایمان فداییم. صبر و تقوا بود پیشه ما، جمله یک رنگ و هم یک صداییم، جمله یک رنگ و هم یک صداییم. حق را ما ز باطل جدا کنیم، دین خود را بدین ما ادا کنیم. در ره دین و قرآن و شرع و حق، بی محا با تن و جان فدا کنیم، بی محا با تن و جان فدا کنیم. ما همه بندگان خداییم، در ره دین و ایمان فداییم. صبر و تقوا بود پیشه ما، جمله یک رنگ و هم یک صداییم، جمله یک رنگ و هم یک صداییم. بار الها تویی رهنمای ما، رهنما ره گشا ای خدای ما. دست ما را بگیر و مدد نما، جز تو یاور نباشد برای ما، جز تو یاور نباشد برای ما. حق را ما ز باطل جدا کنیم، دین خود را بدین ما ادا کنیم. در ره دین و قرآن و شرع و حق، بی محا با تن و جان فدا کنیم، بی محا با تن و جان فدا کنیم. ما همه بندگان خداییم، در ره دین و ایمان فداییم. صبر و تقوا بود پیشه ما، جمله یک رنگ و هم یک صداییم، جمله یک رنگ و هم یک صداییم. الورد تضوع واعتنقا. بهار دلها. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
مؤمنی که قرآن را تلاوت می کند مانند ترنجی است که بوی آن دلنشین و مزه آن نیز خوش است، و مؤمنی که قرآن را تلاوت نمی کند مانند خرماست که بویی ندارد ولی مزه آن شیرین است. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما عزیزان. جناب استاد، بینندگان سوالای زیادی کردن که اولین سوال هم آقا عمر از لندن بود که ایشون یک توضیحاتی دارن در مورد سوالشون، که سوالشون این در کل این بود که آیا زنی که سنش از 40 سال به بالاست میتواند بدون محرم به حج برود، به سفر حج برود؟ در مورد سفر بدون محرم این یک حکم کلی هست که مورد اتفاق تمام اهل سنت و الجماعت هست و این تعیین کردن سن و سال در مورد زنان یا تعیین کردن جوان بودن یا پیر بودن، صحیح بودن یا بیمار بودن، یا زنی که زیبا باشه یا زیبا نباشه، این موارد هیچ گونه اصلی رو در شریعت نداره. اون چیزی رو که از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم مطلقاً برای ما بیان شده این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمیدن لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، که هیچ زنی حق ندارد که مسافرت بکند مگر با کسی که یکی از محارم خودش. و بالاتفاق تمام فقها یکی از شرایط وجوب حج رو بر زن وجود محرم در واقع حساب کردن و این تعیین کردن سن یا موارد دیگر یا تعلیل این موضوع فقط به خاطر اینکه یعنی عدم وجود فتنه باشه، زن مثلا در امان باشه، تمام حکم شرعی وابسته به این نیست، موارد دیگری هست. اتفاقا زنی که سنش بالا هست و در واقع ناتوان هست، بالاتر از 40 سال 50 سال باشه، اون نیاز بیشتری به محرم داره که نیاز داره که کسی واقعا دستش رو در واقع بگیره و نیاز بیشتری رو در واقع خصوصا در مناسک حج به محرم داره. این به هیچ عنوان دلیل موجهی و قانع کننده ای که اصلی در شریعت داشته باشه این قابل قبول در واقع نیست. جزاکم الله خیر شیخ. بیننده بعدی آقا محمد از تهران بود که سوالشون این بود اگر در کتاب اهل سنت یک روایتی از خود کتاب اهل سنت بیارین در فضایل خلفا و که کل راویان اهل سنت باشن، بررسی سندی باشه، که فکر کنم یک موضوع یک برنامه خودش باید باشه. در مورد روایاتی که اهل سنت و الجماعت دارند، خصوصا روایاتی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست، این از دیدگاه اهل سنت و الجماعت روایات صحیح است، در این هیچ گونه شک و تردیدی وجود نداره، خصوصا با شرایط سخت و در واقع عمیقی که امام بخاری و مسلم در واقع در کتاب خودشون قائل بودند که تمام راویان در واقع عادل باشند. و این تفاوتی که در میان شیعه وجود داره و در میان اهل سنت در این اصطلاحات وجود داره، با اینکه شیعه اومدن این اصطلاحات رو از اهل سنت و الجماعت گرفتن، در مذهب و اهل سنت و الجماعت و در اصول محدثین اهل سنت و الجماعت وقتی که گفته می شود که فلان فرد در واقع ثقه هست، یعنی این به معنی عدالتش هست، یعنی یکی از الفاظ اثبات عدالت همین ثقه بودن خود فرد هست. اما در اصطلاح محدثین شیعه مانند حر عاملی اینو رد کرده که ثقه بودن در واقع به معنی عدالت نیست. روایاتی که در اهل سنت و الجماعت هست تمامشون اهل سنت و الجماعت هستند. در باب روایت، در باب فضایل اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، در صحیح بخاری، در صحیح مسلم کتابی وجود داره با نام کتاب فضایل هستند. ابواب جداگانی برای فضایل هر یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و اهل بیت وجود داره که از دیدگاه اهل سنت و الجماعت این روایات صحیح هستند. منتها امکان دارد که در برخی از موارد یک افرادی باشند، به طور مثال فرد خارجی هست،
یک فردی هست خارجی هست و شاید این روایتش رو اهل سنت و الجماعت اینو قبول بکنن، یا این که مثلا یک فردی اهل بدعتی باشه بازم اهل سنت و الجماعت اینو قبول بکنن. این در این زمینه اهل سنت و الجماعت معیارهایی رو دارند که مشخص میکنیم. در مورد روایات خارجی ها بدین خاطر قبول میکنند که راستگوترین انسان ها در طول تاریخ خوارج بودند، زیرا که دروغ یکی از کبایر هست و به اعتقاد خارجی ها مرتکب گناه کبیر کافر هست. یعنی این که معتقد بودند اگر کسی دروغ گوید در واقع کافر شده. بدین خاطر دیگه بر اصل خودشون عمل میکردن، خیلی تشدد داشتن. امکان داره علماء اهل سنت و الجماعت در برخی از زمینه ها این روایت اونها رو قبول بکنند، یا یک فرد مبتدی که روایتش در راستای تأیید بدعتش نیست امکان داره اینو هم قبول بکنند. در مورد روایات دیگر روایات بسیار فراوانی وجود داره در کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم و همچنین سنن و مسانید روایات اهل سنت و الجماعت تمام بررسی شده، تمام افرادشون. و جالب اینجاست که در کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده مانند سیر اعلام نبلا یا کتاب‌های دیگری مانند تاریخ اسلام، تاریخ دمشق، هر یک از اینها در آن 2-3 قفسه یعنی جا گرفتند، یعنی راویان رو تمام اهل سنت و الجماعت نقد کردند و عدالتشون رو، اونهایی که ثابت هست روایت اونها رو صحیح می‌دونند. کسی که عدالتش ثابت نباشه قطع نظر از این که اهل سنت باشه یا کسی دیگر باشه روایتش قبول نمی‌کنند. جزاکم الله خیر شیخ. سوال بعدی بیننده عبدالباقی از هرات بود. ایشون هم در کل داستان ماجرا که در شهر رخ داده بود و تعریف کردن که گفت خیراتی بوده و طالبان به اون منطقه حمله کردن که مردم عادی بودن. و سوالش این بود که آیا حمله به چنین جاهایی مثل خیرات درسته یا نه؟ در چنین موارد که اختلافات قبیله‌ای باشه یا خانوادگی باشه در یک محله یک اتفاقی افتاده، الحمدلله در افغانستان و خصوصا در شهر هرات علمای بسیار بزرگ و متمکنی وجود دارند و وجهه اجتماعی خیلی خوبی دارند و در این زمینه ها اونها میتونند که راهگشا باشند و به تعبیری که ایشون گفتند که مردم حاضر هستند برای شریعت کردن یعنی پذیرفتن حکم شریعت. الحمدلله علمای زیادی در هرات وجود داره، میتونند که به این افراد و علما مراجعه بکنند و قضیه و اختلاف خودشون رو از نزدیک انشاءالله حل بکنند. انشاءالله. آقا محمود از بوشهر سوال بعدیشون سوالشون این بود درباره سنگسار که چرا در چندین مورد در زمان رسول الله رخ داده که اومدن و اعتراف کردن به گناهشون و سنگسار شدن. گفت که آیا برای گناه یعنی توبه کردن از گناه فقط توبه و تغییر مسیر کافیه یا باید اعتراف بشه و سنگسار بشه کسی که زنا کرده باشه؟ در مورد سنگسار در یکی از جلسات گذشته من عرض کردم که در تاریخ اسلام ثابت نشده که یک مورد سنگسار با گواه و شاهد این اثبات شده باشه. پیش قاضی 4 نفر شاهد مثلا رفته باشند گواهی داده باشند که فلانی زنا کرده و اون فرد رو بیارند و سنگسارش بکنند. چون این چیزی عملا اتفاق نیفتاده، بدین خاطر که شرایط سنگسار را و شرایط شهادت را، کیفیت شهادت را در اسلام بسیار دقیق است و بسیار سخت است که عملا یک امر غیر ممکنی هست که بنابر شهادت شاهدان بتونیم که مجرم بودن یا زناکار بودن کسی رو ما اثبات بکنیم و اونو سنگسار بکنیم. منتها در مورد اعتراف بله امکان داره کسی که ایمان قوی داشته باشه، اون گونه که در زمان از رسول الله صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد چند موردی که افراد اومدن و اعتراف کردن و هدفشون هم این بود که گفتن یا رسول الله ما رو پاک بگردن. و از نظر شرعی از دیدگاه تمام مسلمانان حدودی که وجود دارند در شریعت اسلامی اینا در واقع یک نوع کفاره هستند. تمام حدودی که وجود دارند، اهم از این که ضربه شلاق باشه یا قطع عضو باشه یا این که به صورت کلی قصاص باشه و کشتن باشه، تمام اینها در واقع یک نوع کفاری هستند برای اون گناهی که یک فردی انجام میده. و اون که در مورد حق الناسی که هست، این در واقع حق الناس هست و یا حتی در مواردی که حق الله خداوند متعال هست، این کفاراتی که وجود دارن مانند حدود درباره سرقت هست یا درباره شرب خمر هست یا درباره زنا و موارد دیگر هست، این حدود شرعی و این مجازات های شرعی یک نوع کفاری برای اون فرد حساب می شوند که این گناه رو انجام دادن. بدین خاطر اون افرادی که اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض می‌کردن یا رسول الله ما را پاک بگردان، یعنی این در واقع دلیل بر پاک بودنش هست. یا حتی در یکی از موارد که سنگساری صورت گرفت، یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که در این جریان لباسش خونی شده بود، اون فرد رو لعنت کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که لعنتش نکنید.
به خدا قسم این فرد یک توبه ای رو کرده که اگر اون بر چندین نفر تقسیم بکنن براشون کافی هست. این در واقع یک نوع کفاری برای گناهی می شود که یک فردی در واقع انجام داده. اما در مورد این که آیا از نظر شرعی و قانونی انسان مکلف هست که حتما گناهی رو انجام داده اعتراف بکنه، چون این حکمی وجود ندارد. از نظر شرعی کسی رو که مرتکب یک کاری گناهی شده که اون گناهش بستگی به حق الله داره، بین خودش هست و بین خداوند متعال، هیچ گونه اجباری سرش نیست که بیاد اعتراف بکنه من فلان کار گناه رو انجام دادم. حتی جایز نیست که این گناه رو آدم بیاد مطرح بکنه، علنی بکنه. و در روایتی هست که خداوند متعال تمام گناهکاران رو میبخشد مگر مجاهرین را، اون کسانی که علنا گناه میکنند. و در این توضیح این روایت اومده که انسان میرود شبانه در تاریکی گناهی رو انجام میدهد، فردا میاد برای عموم مردم تعریف میکند که من دیشب فلان و بهمان فلان گناه رو من انجام دادم. خداوند متعال چون این فردی را که اعتراف به گناه میکند، گناهش رو در میان مردم در واقع منتشر میکند و سر خودش را فاش میکند، خداوند متعال چون این کسی رو تهدید کرده که خداوند متعال چون این کسی رو در واقع نمیبخشه. از نظر شرعی واجب نیست، لازم نیست، فرض نیست، حتی سنت هم نیست که کسی که گناهی رو در حق الله انجام داده برود اعتراف بکند پیش قاضی. منتها اگر کسی خودسرانه رفت، اختیار با خودش هست، نمیگه که برای خودش رو معرفی بکند. اگر خودش رفت و معرفی کرد، زمانی که قضیه به دادگاه رسید و به قاضی رسید، قاضی از نظر شرعی حق ندارد که حد شرعی رو دفع بکنه. در موارد دیگر که حق الناس هستند، خب میتواند حق الناس را سرقتی انجام شده بدون اینکه پیش قاضی یا کسی دیگر اعتراف بکند، میتواند که این حقوق الناس را در واقع برود بر بگرداند و توبه در مورد حقوق الناس، گذشته از این که از اون گناهی که انجام داده پشیمان بشود، عملا اون گناه را فعلا ترک بکند، تصمیم بگیرد که در آینده این گناه را انجام نمیدهد. این سه شرط عمومی توبه هستند. و یک شرط چهارم وجود دارد که اگر این گناه حق کشی یک فردی بوده، مال کسی را خورده، این حق را به صاحب خودش دوباره باز بگردن. جزاکم الله خیر شیخ. سوال بعدی بیننده از تاجیکستان بود، در مورد این بود که پوشیدن لباس و ازاری که پایینتر از کعب بیاید چه حکمی دارد؟ در روایات متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه بیان شده که دراز کردن لباس که پایینتر از در واقع استخوان برآمده دو طرف پا باشد که به عنوان شتالنگ معروف می شد، این بند پا پایین تر باشد، این وعید اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ما اسفل من الکعبین فی النار، اون چیزی که پایین تر از کعبین باشه و لباس اون را بپوشاند، اون در واقع در جهنم است. یعنی این که خداوند متعال به خاطر این عمل انسان را مؤاخذه می کند. یا در روایت دیگری اومده کسی که لباسش را به خاطر تکبر و دراز بکند و بر روی زمین بکشاند، خداوند متعال در روز قیامت به چنین فردی با نگاه رحمت در واقع نگاه نمی کنند. این عمل به اتفاق تمام علما یک عمل ناپسند است. اما نکته جالبی که ایشون اشاره کردن که کسانی که در اینجا میفت که در شبکه جهانی وسال حق کار میکنن، لباسشون طولانی هست و دراز هست و این امر طبیعی هست. در هنگام نشستن امکان داره که پیراهن انسان یا شلوار انسان یا موارد دیگر از بر زمین بخورن. این ملاک و معیار نیست. اون چیزی که معیار هست در هنگام راه رفتن هست که الحمدلله تمام دوستانی که همکار ما هستند این موارد رو خیلی مد نظر قرار میدهند و پایبند موازین شرعی هستند. جزاکم الله خیر شیخ. سوال بعدی بیننده آنصری از کردستان بود که 3 تا سوال داشتن و سوال اولشون این بود که کسی که قصد جماع دوباره را دارد، آیا قبل از غسل گناه است که جماع بکند یا باید ابتدا غسل بکند و بعد؟ برای جماع و یعنی قبل از غسل کردن روایاتی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، از اقوال و عمل ایشان نقل شده که این هیچ گونه ممانعتی رو نداره و هیچ گونه حرمتی رو نداره که انسان قبل از این که غسل جنابتی رو انجام بده یک بار دیگر در واقع عمل زناشویی رو انجام بده. کاملا جایز هست و هیچ گونه مشکلی رو نداره. اما بنابر توصیه هایی که از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم شده، در میان دو جنابت و در میان دو همبستری رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که غسل بکنید، این بهتر هست و پاکیزه تر هست. یعنی توضیح و تشویق به مراعات بهداشت بسیار زیاد در این زمینه شده و یکی از آداب هست که قبل از یعنی مجامعت و همبستری دومی در واقع حداقل وضوئی گرفته بشود. منتها حرمتی رو در این زمینه وجود ندارد. قبل از غسل انشاء الله میتواند که دوباره این عمل مخالفت رو انجام بده. یعنی گناهی بر اون نیست. نه. سوال بعدی ایشون در مورد این بود که آیا نماز قضا دارد؟
بله، نمازی رو که انسان فراموش میکند یا اینکه از یادش رفته یک نمازی رو یا در واقع خواب افتاده نمازی رو نخونده، قضا دارد به اتفاق تمام علمای اهل سنت و الجماعت. و روایتی هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم که من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. هر کسی که از یک نمازی خواب افتاد یا اون رو فراموش کرد، بعد از این که بیادش اومد اون نماز رو دوباره قضا بیاره. حالا این سوال زیادی برای این سوالش میکنم اینه که اگر کسی مثلا نماز نخونده قبلا، حالا توبه کرده میخواد ملتزم باشه، نمازش چه کار کنه؟ در این زمینه عموم فقهای اهل سنت و الجماعت در مذاهب اهل سنت و الجماعت جمهور نظرشون این است که اینم قضا داره. جمهور علما و بیشترین تعداد علما در واقع معتقد به این هستند که اگر کسی در هنگام جوانی نمازش رو ترک کرده، لا مبالات بوده و پایبند نماز نبوده، عموم فقها نظرشون بر این است که در این مورد هم قضا وجود داره. اما بنابر دلایلی که در این زمینه وجود داره و هیچ گونه دستوری رو رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع با اینکه از نظر اصولی کفار هم در واقع مخاطب هستند به فروع شرعی، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین دستوری رو ندادن. و دیدگاه شخصی بنده این است که اگر کسی در هنگام جوانی نمازی رو ترک کرده و از اون توبه کرده، همین کفایت میکند. لازم نیست که تمام اون نمازهای گذشته رو در واقع دوباره اعاده بکنن. منتها شایسته هست انسانی که یک عمری از اون گذشته و نماز رو نخونده بیاد و نمازهای نفلی و نمازهای سنتی رو بخواند تا اینکه اون عمر از دست رفتهش رو دوباره اعاده بکنند. اما از نظر شرعی که یک حکم واجبی باشه که تمام نمازهای قضا شده ای رو که عمدن قضا کرده، نه این که خواب افتاده باشه یا فراموش کرده باشه، اون نمازهایی که قصدن ترک کرده به دیدگاه من و بسیاری از علما این در واقع قضا نداره و فقط نمازهایی که فراموش می شود انسان یا خواب می افتد، این نمازها رو باید قضایی شو بیاره. جزاکم الله خیر. سوال بعدیشون دوباره این بود که در موقع نماز خوندن در رکعات آیا سوره های مشخصی وارد شده که خوانده بشه یا کل قرآن خوندن اشکال نداره؟ نه، در هیچ یکی از نمازها چیزی که به عنوان الزام باشه که فلان یعنی سوره رو حتما باید در فلان رکعت بخونید، در هیچ یکی از نمازها چیزی که به عنوان وجوب باشه از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد این بود که کسی که مشکل کلیه داره و مشکل ادرار که نمیتونه خودش رو کنترل بکنه، حالا وقت وضو، وقت نماز، شاید خیلی وقتی که وضو یعنی ادرار میاد خود به خود میرزه به مقداری، حالا حکم این شخص برای در مورد کسانی که بنابر عوارض طبیعی نمیتونند وضوی خودشون رو نگه بدارند، اهم از این که این سلس البول باشه، نتوانند که ادرار خودشون رو نگه دارند، یا این که مواردی دیگر مانند باد شکم باشه، یا حتی در موارد دیگر مانند خون، بنابر دیدگاه بسیاری از علما که معتقد هستند که خون شکننده وضو هست، در تمامی موارد یعنی در مورد تمام شکننده های وضو دیدگاه علمای اهل سنت و الجماعت برای افراد معذور یک چیز دیگر هست. یعنی فردی که معذور هست و بنابر دلایل غیر ارادی نمیتواند وضوی خودش را نگه دارد، از نظر شرعی مکلف هست که برای هر نمازی وضو بگیرد. یعنی برای هر وقت نماز، یعنی برای نماز ظهر یک وضو بگیرد، برای نماز ظهر عصر یک وضو بگیرد، برای نماز مغرب یک وضو بگیرد، برای هر نماز یک وضوی جداگانه بگیرد و با اون وضو برود اون نماز فرض را بخواند یا هر مقداری که نماز سنت رو و نمازهای نفلی رو که میخواهد میتواند با اون یک وضو بخواند، ولو این که بعد از وضوش بشکند. بعد از این که وضو گرفته مثلا قطراتی از ادرار در واقع بچکد یا بادی از شکمش خارج بشود و عملاً وضوش شکسته باشه. اما برای فردی که غیر ارادی هست، نمیتواند وضوی خودش رو نگه دارد و خودش رو کنترل بکند، حکم شرعی این است که با این مورد باز هم وضوش نشکسته. درست است، جایز هست که برود در واقع نماز بخواند. یکی از زنان انصار اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد خون استحاضه سوال کردن و سوالشون این بود که یا رسول الله، من گفتند که من زنی هستم که استحاضه و خون عادت ماهیانه بسیار طولانی می شود، اضافه از اون حد معمولی هست، من چه کار بکنم برای نماز؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بعد از این که عادت ماهیانه، یعنی اون تعداد روزهایی که میشه مشخص بوده جز عادت بوده، غسل بکن و برای هر نمازی وضو بگیر و نماز بخوان. در روایت اومده حتی اگر خون بر مصلا بچکد باز هم وضوی تو در واقع نشکسته و میتونی نماز را بخونی. این وضوی معذور هست، یعنی برای هر نماز جداگانه وضو بگیرد و نماز فرض اون وقت را و هر تعداد نماز نفل و سنت را که میخواد میتواند با اون وضو بخواند، گرچه عملا چیزی از بدنش خارج شده باشد، اما باز هم حکم شرعی است که وضویش باطل نشده است. جزاکم الله خیر.
سوال بعدی خانم نسرین از ایران بود که پرسیدن اگر دختری وقتی که در جوانی و کم سن سال بوده به زور به شوهر داده باشن وقتی که بزرگتر شده به خاطر اینکه اخلاق شوهر بده فرار کنه آیا این کار گناه داره؟ از نظر شرعی اگر زنی که در واقع در حد بلوغ بوده و میتونسته که تشخیص بده و حق حرف زدن داشته، حق اظهار رأی داشته و مصلحت خودش رو تشخیص میداده، در این عرض این است که در حد بلوغ بوده، اگر رضایت داده برای اون ازدواج که این ازدواج یک ازدواج شرعی هست و نمیتواند که این ازدواج رو در واقع نادیده بگیرد، یک حکم شرعی هست و این ازدواج یک ازدواج صحیح است. و در موردی که بالفرض اگر موردی اتفاق بیفتد که زنی را یا دختری را اهم از این که بالغ باشه یا غیر بالغ باشه به جبران اینو در نکاح یک شخص دیگری در آورده باشند، ازدواج اجباری باشه، اگر بعد از این که ازدواج صورت گرفت دوباره خودش اومد رضایت داد به اون ازدواج و اون ازدواج را قبول کرد، بازم این ازدواج صحیح است و معتبر هست. اما اگر بعد از این که در واقع اگر ازدواجی صورت گرفته باشد از این زن نظرخواهی نکرده باشند و مشوره نگرفته باشند، این زن از نظر شرعی این حق رو داره که این ازدواج رو نپذیرد. بعد از این که به بلوغ برسه، به سن در واقع تکلیف برسه، از نظر شرعی اجازه دارد که بگه من این ازدواج رو در واقع قبول نمی کنم و اینو فسخ بکنم. جزاکم الله خیر. آقا رضا از بلوچستان پرسیدن که نماز خواندن پشت سر انسان معتاد چه حکمی دارد؟ این بحث اعتیادی که از گناهانی هست مانند بقیه گناهان، بلکه گناهش از بسیاری از گناهان دیگر که به عنوان گناه کبیره هستند در واقع کمتر هست، مانند غیبت مثلا و سخنچینی و بقیه مواردی که وجود دارند گناهان بسیار بزرگتری از این اعتیاد هستند. این اعتیاد در واقع قبل از این که یک نوع گناه باشه یک نوع اعتیاد هست و یک نوع بیماری هست که انسان در واقع گرفتار اون شده، هیچ گونه تأثیری رو در جواز نماز نداره. یعنی ولو این که امام معتاد باشه، البته تمام این مواردی که من عرض میکنم در موردی که یک امام سالمی وجود نداشته باشه. اگر امام صحیح و سالمی وجود داره و انسان در واقع محترمی هست، اون اولاتر هست برای امامت. اما اگر چون این فردی وجود نداشت، اگر مجبور شدن یک فردی رو که اعتیاد به سیگار داشته باشد یا اعتیاد به دیگری از مواد مخدر داشته باشد، امامتش جایز هست و نماز پشت سرش در واقع ادا می شود. جزاکم الله خیر شیخ. سوال بعدی بیننده در مورد این بود که آیا در مسجد شیعه نماز خواندن درسته؟ هیچ اشکالی رو نداره در هر جایی که اونجا جای غصبی نباشد و از نظر ظاهری اون مکان پاکی باشد، خواندن نماز جایز است. اما از این که مسجد شیعه باشد یا مسجد میان راهی باشد یا جای خارج از مسجد. بله، جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده آقای رحمانی بود که پرسیدن اسم سلمان برای پسر آیا درسته؟ سلمان بله یکی از نامه‌های زیبا هست و نام گرامی یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله سلمان فارسی است و نام بسیار جالب و زیبایی است. جزاکم الله خیر. آمنه از ایران پرسیدن که دایی داشتم و 10 سالگی نماز می‌خواند و انسان بسیار خوبی بود اما در آخر خودکشی کرد. آیا این خودکشی باعث میشه که این کارهای خوب و اینکه ملتزم بوده از بین بره کلا؟ این گناهی رو که ایشون در واقع انجام داده، قتل نفس، تفاوتی رو نداره که این قتل یک نفس در واقع معصوم باشه، بیگناه باشه که کسی دیگر رو باشه، یا این که خودش انسان خودش رو بکشد. از نظر شرعی هیچ کسی اختیار خودش را ندارد که روح خودش را، جان خودش را بگیرد و بدین خاطر است که در روایاتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که کسانی که خودشان را میکشند با هر وسیله و ابزاری خودشان را بکشند، در روز قیامت عذابشون این است که با همون ابزار خودشون رو در واقع میکشند. اگر کسی با کاردی کشته باشد، با همون کار در واقع ضربه زده می شود و خودش را با در جهنم میکشد، یا اینکه سمی را و سمی را خورده باشد. از نظر در روایت این ذکر شده که در روز قیامت هم عذابش با همون سم هست. منتها تمام این مواردی که عرض شده به عنوان یک نوع مجازاتی هست برای این عمل نامشروع و
گناهی که انسان در واقع انجام داده که خودکشی هست و این خودکشی هیچگاه به این معنی نیست که اعمالی که انسان قبلا انجام داده، نماز و روزه و بقیه اعمالی که انجام داده اونها باطل باشند. این خودکشی جزء در واقع مواردی که اعمال را باطل میکنند نیست، یک گناهی هست و دربارش یک نوع وعیدی وارد شده از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما این بدین معنی نیست که کسی که خودکشی کرده جهنمی ابدالدهر است و برای همیشه در جهنم میماند. با عنوان گناهی که انجام داده مانند بقیه گناهانی که انسان انجام داده باشه در مجازاتش رو در روز قیامت میبیند. اما انسانی که با ایمان از دنیا رفته، یعنی موحد بوده، کلمه گوی لا اله الا الله بوده، خداوند متعال سرانجام بعد از این که مکافات و مجازات اعمال ناشاستش رو میبیند، خداوند متعال اون معاف میکند و اینو در واقع به بهشت میبرند. و گذشته از این مورد جزء حقوق الله متعال هست. حقوق الله را این در مشیت الله متعال هست، یعنی خداوند متعال در اختیارش هست که یک انسان گناهکاری را، ولو این که اون گناه مثلا خودکشی باشه، این در اختیار خداوند متعال هست. اگر بخواهد بنابر اعمالی که قبلا انجام داده یا بنابر رحمت خودش الله متعال اون در واقع شاید هم ببخشد، اصلا هیچ گونه مؤاخذه و مجازاتی رو هم در واقع نبیند. اما از نظر شرعی اون در روایت اومده که هر کسی که خودکشی بکند با همون ابزاری که در دنیا خودش رو کشته، در روز قیامت با همون ابزار عذاب داده میشه. بله، چون واقعا گناه سنگینیه. جناب شیخ آقا عبدالله از تاجیکستان سوالش این بود که آیا رخ داده که پیامبر دعا کرده باشه و اجابت نشده باشد؟ مواردی اتفاق افتاده در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از ممنوعیت یک دعایی رو کرده باشند و از نظر کلی در روایات اسلامی داریم خداوند متعال دعا را قبول می‌کند مگر زمانی که این دعا یعنی در مورد قطع صله رحم باشه یا یک دعای بیگناه باشه، به صورت کلی برای عموم افراد هست. در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر جنازه عبدالله ابن ابی که منافق بود ایستادند و در واقع استغفار کردند، نماز جنازه خوندند و خداوند متعال اینو صراحتا اعلام کرد که ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. اگر 70 بار هم استغفار بکنید، استغفار یعنی طلب بخشش برای یک انسانی، اگر 1000 بار هم دعا بکنید، استغفار بکنید برای منافقان، اون کسانی که لیاقت دعای شما رو ندارن، در واقع خداوند متعال چنین دعاهایی رو قبول نخواهد کرد. جزاکم الله خیر. آقای سادات از افغانستان سوالشون این بود که ما نماز باید با خشوع باشد، اما بعضی وقتها وقت نماز خیلی کمه و نزدیک به قضا شدن است. حالا انسان به سرعت نماز میخونه ولی انسان مشخص نیست که آیا 4 رکعت خونده، 3 رکعت خونده به خاطر وسواس و یا به خاطر اینکه واقعا براش مشخص نیست 4 رکعت و 3 رکعت خونده. حکم چنین نمازی چیه؟ از نظر شرعی انسان باید نماز را سر وقت بخواند و آغاز وقت نماز و پایان وقت نماز در واقع کاملا مشخص است و این نماز یک عبادتی هست که وقت مشخصی برای اون تعیین شده و اگر این عبادت رو شما سر وقت خوندید، در همون وقت تعیین شده خواندید، این در واقع شما ادا کردید این عبادت رو و دستور خداوند متعال را اجرا کردید و اگر خارج از وقت خوندید اینو از نظر شرعی میگه قضا کردن این نماز رو، یعنی ادا یعنی نمازی که سر وقت خونده می شود و قضا نمازی که خارج از وقت بعد از گذشتن وقت دوباره خوانده می شود. در مورد نماز اولاتر و بهتر این است که انسان باید یعنی مواظب باشد و همیشه مراقب باشد که نماز خودش رو در واقع سر وقت بخواند و خشوع و حضور قلبش رو در نماز در واقع همیشه داشته باشد و تدبر و تعقل در ارکان نماز و در قرائت نماز، اذکار و اوراد نماز تضمین کننده این حضور قلب در نماز هست. اما اگر اتفاق افتاد که کسی در هنگام نماز خواندن مثلا نماز 4 رکعتی هست نمیداند که 2 رکعت خونده یا مثلا 3 رکعت خونده، نمیداند که 4 رکعت خونده یا 3 رکعت خونده، هر انسانی یکی از مواردی که سجده سهو بر انسان لازم می شود شک در نماز است. بدین معنی که انسان شک می کند که من این کار را انجام دادم، این رکن را انجام دادم یا انجام ندادم. شک در این هست که نمیداند که 3 رکعت خونده یا 4 رکعت خونده. در موردی که شما مشکوک هستید و نمیدانید که چند رکعت در نماز خوندید، همون کمترین را شما معیار قرار بدید. مثلا شما مشکوک هستید که 3 رکعت خوندید یا 4 رکعت خوندید، در میان 3 رکعت و 4 رکعت الان مشکوک هست، الان اون 3 رکعت مبنا هست، اون که یقینی هست، اون
یقین رو بگیرید. اگر مشکوک هستید که 2 رکعت خوندید یا 3 رکعت خوندید، خب 2 رکعتش که یقینی هست، 3 رکعت سوم مشکوک هست. این رکعت سوم رو مشکوکیت رو در واقع رها بکنید، بر اون چیزی که یقینی هست اون در واقع عمل بکنید، یعنی اون رو حساب بکنید. اگر بین 3 و 4 مشکوک هستید 3 رکعت حساب بکنید، 1 رکعت دیگر بخوانید. اگر بین 2 و 3 مشکوک هستید 2 رکعت حساب بکنید، 2 رکعت دیگر بخوانید و بعد از اینکه نماز تمام شد در آخر نماز بعد از سلام در واقع سجده سهوی رو انجام بدند و نمازشون در واقع درست. بله، جزاکم الله خیر شیخ. خواهرمون لیلا از آلمان پرسیدن که من به زور شوهرم را مجبور به خواندن نماز و روزه میکنم، آیا گناه دارم؟ نه، این در واقع یکی از وظایف است، نه تنها که گناهی نداره بلکه این یکی از وظایف زن و شوهر در مقابل یکدیگر هست که معین و مددگار یکدیگر باشند، تشویق بکنند یکدیگر رو برای عبادات. حتی در برخی از روایات اومده دعای رحمت شده برای کسانی که زن و شوهری که همدیگر رو مثلا بیدار میکنند برای نماز، اگر حتی اگر بیدار نشوند اندکی آب، قطراتی آب رو بر روش بپاشند. این در واقع یکی از وظایف شرعی زن و شوهر در زندگی زناشویی هست که یکدیگر رو باید کمک بکنن، توصیه و ترغیب بکنن و در واقع راهنمایی بکنن برای انجام عبادات. جزاکم الله خیر. خواهری از دانمارک پرسیدن که مادرم آمریکاست، خونه برادرم و مریض است. مادرم میگه بیا، اما چون برادرم خونه رو به صورت ربایی گرفته من دوست ندارم برم، اما آیا اجازه دارم به خاطر مادرم برم؟ از نظر شرعی بحث ربا و اینکه مثلا خونه‌ای که از ربا هست یا مثلا ماشینی که از طریق ربا تهیه شده، این گناه ربا فقط بر اون کسی هست که این کار رو انجام داده. اون کسی که ربا رو گرفته این در واقع فرد اصلی هست و گناه رو در واقع اون انجام داده و مجازاتش و گناهش کاملا برگردن اون هست. این به این معنی نیست که هر کسی که بر خودرو و ماشینی که از طریق ربا گرفته شده سوار بشود این هم گناهکار هست، یا در خونه ای که با پول ربا مثلا گرفته شده و ساخته شده اگر کسی وارد آن منزل برود در آنجا استراحت بکند این در واقع یک گناهی را انجام داده، هیچ گونه گناهی رو ندارد. ولو این که برادرتون این خونه رو از اموال ربوی از بانک مثلا قرض گرفته باشه و به صورت ربا تهیه کرده باشه، برای شما برای رفتن در اون خونه و استراحت کردن، ماندن در آن منزل یا سوار شدن بر وسیله نقلیه‌ای که از مال ربا تهیه شده هیچ گناهی بر سر گردن شما نیست. اگر گناهی هست فقط برمیگرده به اون کسی که این ربا رو داده یا این ربا رو گرفته. برای کسانی دیگر که از این ربا به یک نحوی استفاده می‌کنند و مستفید خواهند بود هیچ گناهی برگردن اونها نیست. خیلی ممنون از شما. سوال بعدی آقا عبدالله از قشم بود که ایشون پرسیدن در مورد این ارتباط خواهر زن، داماد و یا خواهر شوهر و عروس که آیا اینها محرم هستند و آیا میشه با آنها سلام کرد، دست داد و مثلا داماد خواهر زن را پشت موتور سوار بکنه؟ از نظر شرعی خواهر زن یکی از محرمات هست، یعنی این که تا زمانی که ایشون در واقع با این خواهر ازدواج کرده خواهر دیگر را نمیتواند ازدواج بکند، ازدواج با اون حرام است. اما این جزء محارم قطعی نیست به این معنی که مانند خواهر و مادر خودش یا مانند مادر خانومش در واقع نیست. اون مواردی که برای یک محرم ثابت هست و جایز هست این برای خواهر زن در واقع جایز نیست و جزء محرمات هست. یعنی این که خلوت کردن با خواهر خانم جایز نیست، مسافرت رفتن به تنهایی جایز نیست، خلوت بکنن در یک منزلی تنها باشن جایز نیست، یا اینکه دست بدهند. این موارد جز مواردی هست که حرام هست. حتی اینها سخت‌ترین موارد هست. در یکی از روایات اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم این کسانی رو که یک نوع ارتباطی رو دارند و جز به اونها همو گفته باشه، یعنی خویشاوندان شوهر مثلا، اینها رو گفته الموت. یعنی در این گونه موارد احتمال گناه بسیار بیشتر هست، پس بنابراین باید دقت بیشتری در این موارد انجام شده باشه. خواهر زن شما به هیچ عنوان محرم شما نیست و این جزء محرمات مقطعی و زمانی هست. یعنی فعلا ازدواج شما با خواهر زنتون جایز نیست به این خاطر که خواهر دیگر در قید نکاح شما هست. اما اگر فرض بکنید که اون زنی که شما الان دارید اگر اون فوت بکنه شما راحت میتونید با خواهر دیگرش کاملا ازدواج بکنید و جزء کسانی هست که ازدواج با اون کاملا حلال هست. پس بنابراین
این جزء محرمات است، به این معنی که فعلا شما حق ازدواج با خواهر خانومتون را ندارید، اما با درگذشت خانومتون کاملا اون برای شما حلال می شود، پس بنابراین محرم شما نیست و اون موارد رو باید مراعات کنید. جزاکم الله خیر شیخ. بیننده‌ای که از طریق SMS سوال پرسیدن، سوالشون این است که آیا درست است به جای حق الناس خیرات بپردازم چون به صاحبانش دسترسی ندارم؟ بله، در موردی که اگر کسی یک حقی رو ضایع کرده، حق کشی کرده، مال کسی رو بدون اجازه برداشته و الان میخواد توبه کرده، میخواد اون مال رو به صاحبش بر بگرداند، اما بنابر دلایلی صاحب اون مال را نمیشناسد یا دسترسی ندارد که اون مال رو در واقع به اون برساند، در این صورت حکم شرعی این است که همان مقداری که برگردن شما حقی وجود داره اون مقدار رو صدقه بدهید به نیت این که ثوابش برسد به صاحب اصلی مال و به این صورت شما بریوزه میخواید. یعنی انگار یک نوع وکیلی که مال دیگران رو به فقیر برساند. بله، به یک فقیری برساند و ثواب این صدقه و این در واقع نیکوکاری که ایشون کردن به صاحب اصلی مال برمیگرده. بله، جزاکم الله خیر. بیننده از مشهد پرسیدن که میخواستم بدونم آیا این که میگویند 4 پیامبر الهی به نامهای حضرت عیسی، خضر، ادریس، الیاس علیهم السلام هنوز زنده هستند درسته؟ و آیا از نظر اهل سنت این موضوع صحت دارد یا خیر؟ در مورد بقیه پیامبرانی که نام بردن، خضر و الیاس، بقیه این مطلب صحت نداره، فقط در مورد حضرت عیسی علیه السلام این صحت داره. خداوند متعال ایشون رو به آسمان بردن و صراحتا در قرآن قتل حضرت عیسی علیه السلام را نفی کرده و ما قتلوه، یقینا کفار یقینا و در واقع حضرت عیسی علیه السلام را نکشتند و ما معتقد هستیم بنابر روایات صحیحی که در این زمینه وجود داره. مثلا در سنن ابو داود روایتی هست که حضرت عیسی علیه السلام در آخر زمان باز میگردند و بر شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل میکنند، 40 سال در دنیا باقی میمانند و نهایتا فوت میکنند و مسلمانان برایشون نماز جنازه رو میخونند و این عقیده اهل سنت و الجماعت درباره حضرت عیسی علیه السلام. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که آیا از پیامبر حدیثی یا روایتی مبنی بر جانشینی ابوبکر وجود دارد؟ دلیل موجهی مثل غدیر خان برای حضرت علی. برای اثبات امامت بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم که منصوص باشد، به این معنی که رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت کرده باشند که فلانی باید جانشین من باشد، یا یک نامه ای رو نوشته باشند، حکمی رو ابلاغ کرده باشند به اصحاب خودش که فلانی جانشین من هست، هیچ گونه روایتی نه برای ابوبکر و نه برای حضرت علی رضی الله تعالی عنه وجود نداره. حتی بحث غدیر خم 1001 اشکال داره که به هیچ عنوان نمیتوانیم که از این بحث امامت و خلافت بلافاصل حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو ثابت بکنیم. ان شاءالله در ایامی که مناسبت این موضوع باشه ما به صورت گسترده بحث خواهیم کرد. اما اگر دنبال شواهد و قرائن باشیم و جایگاهی رو که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه داشتند و با توجه به پیشینگویی هایی رو که خداوند متعال و رسول الله صلی الله علیه وسلم کرده بودند و مژده دادن بودند به رسول الله صلی الله علیه وسلم، این مژده ها بسیاری از اینها در زمان حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین صدق پیدا کرده و این دلیل بر صداقت و حق بودن خلافت این افراد است. و همچنین اتفاقاتی که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم افتاده که تمام مردم اهم از مسلمان و کافر میدونستند که نفر بعدی بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق هست. حتی ابو سفیان هم در جنگ احد اعلام میکرد که آیا ابوبکر زنده هست، آیا عمر زنده هست. میدونست که بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم این افراد میتونند که جانشین باشند و لیاقت رهبری رو دارند. جانشینی حضرت ابوبکر صدیق در مورد نماز و بسیاری از موارد دیگر. اگر به قرائن و شواهد نگاه بکنیم، دلایل امامت و جانشینی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بسیار قوی‌تر و صریح‌تر و صحیح‌تر هستند از قرائن و شواهدی که در مورد حضرت علی رضی الله تعالی عنه است. و ما هیچ گونه شک و تردیدی رو نداریم که همون گونه که حضرت ابوبکر و عمر و عثمان لیاقت خلافت و جانشینی رسول الله صلی الله علیه وسلم رو داشتن، حضرت علی هم این لیاقت رو داشته و منتها این خلافت رو رسول الله صلی الله علیه وسلم به شورا گذاشتن، همون گونه که شیعه بعد از غیبت امام زمان مجبور شدن که عملا این کار رو انجام بدن. این همون کاری که اهل سنت بعد از
از رسول الله انجام دادن، شیعه بعد از غیبت مهدی و امام زمان خودشون این کار رو انجام دادند، نایب تعیین کردند، حکومت اسلامی در واقع تشکیل دادند به نیابت از امام زمان و معصومشون. این همون کاری هست که اهل سنت و الجماعت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع انجام دادند. جزاکم الله خیر شیخ. به پایان قسمت از برنامه رسیدیم و خیلی ممنون از شما. بینندگان عزیز، در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. ساعت خوشی را برای شما آرزو میکنیم و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.